السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز گرامی، آمدید به برنامه گفتگو. برنامه‌ای که در اینجا ما با هم گفتگو میکنیم، با هم صحبت میکنیم، با هم سوال و جواب میکنیم و درباره پیشرفت کشور صحبت میکنیم و نتیجه گیری میکنیم. فعالیت های خود را، مبارزه های خود را و حرکت و کوشش و غیرت های خود را در اینجا نتیجه گیری میکنیم. یعنی نتیجه گفتگوی ما این خواهد بود که ما هر چقدر قدم به قدم برای پیروزی نزدیک میشویم. تماشابینان عزیز، ما پیشتر یک روز پیش وعده کردیم که در برنامه گفتگو ما رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، رهبری پیمان ملی تاجیکستان استاد موحدین کبیری را دعوت میکنیم و در برنامه هر کس میتواند با ایشان سوال جواب کند و به سوالهای خودش پاسخ بگیرد. و همگان شاهد آن هستیم که همین ماه گذشته، سنه 24 می، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یک انتخاب رئیس برگزار کرد و در آن رئیس سابق آن استاد موحدین کبیری با گرفتن اکثر رأی اعضای ریاست عالی باز هم رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان انتخاب شدند و طول سالیان دراز رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را به دوش داشتن استاد کبیری در رسانه ها، در شبکه های اجتماعی سر و صداهای زیادی به میان آورد، چون مردم بر این بودند که نباید یک نفر سالیان دراز، یا اینکه انتقادگران هم بودند که میگفتند نباید یک نفر سالیان دراز در رأس یک حزب بماند و بودند کسانی میگفتند که چون کبیری که یک شخص ورزیده است در سیاست و عموما در بین اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، بین فعالان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و در عموم رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، موحدین از نفرانی هست که طول این سالها تجربه زیاد اندوخته است و در اروپا نیز، در مهاجرت نیز در رأس این حزب بود و میتواند که من بعد هم رهبریت را به عهده داشته باشد. و اما منتقدان هم کم نبودند و در شبکه‌های اجتماعی سوال‌های زیادی به میان آمدند که آنها جواب بهشان را می‌خواستند. برای همین هم امروز ما استاد موحدین کبیری را به شبکه یوتیوبی پیام تیوی دعوت کردیم تا اینکه همه مستقیما سوال خودش را همینجا به استاد موحدین کبیری خودش بدهد و جوابش را مستقیما خودش بگیرد. تماشابینان عزیز، پیش از آن که من مهمان برنامه را به استودیو وارد کنم، از یکایک شما خواهش میکنم که در گذاشتن لایک و پدیلیسه کردن کوتاهی نکنید. حتما تگمه لایک را پخش کنید و حتما پدیلیسه کنید تا دیگران هم آگاه شوند و به برنامه وارد شوند یا اینکه از تماشای آن بهره بگیرند. تماشابینان عزیز، برنامه امروزه برنامه ساده نیست، مثل برنامه های دیگر نیست و هر برنامه هایی که پیشتر میکردیم از آن یک کمی فرق میکند، چون که برنامه امروزه ما از پی سر و صداهای به میان آمده است و برای همین هم از یکایک شما احترامانه خواهش میکنم که وقتی سوال و جواب آداب بحث را رعایت میکنیم. وقتی سوال و جواب حتما این را به نظر میگیریم که کسان دیگر، نفران دیگر هم یعنی نوبت را پایده ایستاده اند و به آنها
بگذار نوبت رسد و آنها نیز سوال خودشان را بدهند. تقریبا به واتساپ من تقریبا 60 سوال آمدگی است. حالا 51 تا سوال بود. حالا میبینم بچه ها باز چندین سوال رو گسیل کردن. البته همه این سوال رو داده نمیتونه. من کوشش میکنم که چندین سوال های هم معنا و هم مضمون رو یک کرده بدهم و بر ضمن این اینجا کسانی هستند که وارد میشوند و مستقیما سوالشون رو در استودیو میدهند. این رو هم باید به این نوبت بگیریم. بعضی از دوستان خواهش کردن که ما رقم واتساپی رو هم فعال کنیم و کسانی هم که خواهشمندان هستند که توسط واتساپ سوال خود را بدهند سوالشون رو داده توانند. در رفت برنامه انشالله کوشش میکنیم این خواهش شما اجرا شود و حالا ما تنها از استودیو نفرانی سوال دهنده را قبول میکنیم و تا نفرانی که وارد استودیو میشوند ما سوال هایی که در من جمع شده است از آن آغاز میکنیم. الکی 3 نفر وارد استودیو شدگی هستند. من پیش از آن که سوال و جواب را سر کنم مهمان امروزه برنامه رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان استاد موحیدین کبیری را به برنامه خوش آمدید میگویم. خوش آمدید استاد. سلامت باشید. تشکر که دعوت ما را پذیرفتید و امروز با ما هستید. سلامت باشید برادر شوکت جان و تشکر با شما هم که دعوت کردید. همونطوری که در مقدمه صحبت خودت گفتی، یعنی امیدوارم که این صحبت، این گفتگوی ما در یک گفتگوی سازنده در قالب همه گفتگوهای فرهنگی، سیاسی و اون چیزی که در شبکه شما معمولا هست و شبکه شما از دیگر شبکه‌ها با همین فرق میکند که در این شبکه تحقیر، دروغ، بهتان و رسیدن به حالا حیثیت این یا این انسان چه در حضورش چه در غایبش وجود ندارد. استاد اینجا یک نفر اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان فرزند زندانی سیاسی الکی آماده هستند که با شما سوال بدهند. ایشان برادر حسام الدین و فرزند استاد زبیدالله رازق هستند و از پولند به ما پیوستند و سخن به ایشان و خواهش میکنم گفتی روزها رگلامنت رعایت شود. بسیار خوب میشد. زنده باشید. بفرمایید برادر حسام الدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکی شوکت استاد. علیکم سلام. چه حال داری حسام الدین؟ خوب هستی؟ تیج هستی ان شاء الله؟ شکر الحمد. ورشا رفتیم گفتیم از زیارتتون کنیم که با فکر مشغول بوده نتونستی اومده. اون کار ممکن تر چیه تو ساعتای 8 بیگه را کار میکنین دیگه. من نویستم که محمد رجب که تاسفانه اومدن. بفرمایید اگر سوالاتون باشد بفرمایید. ما یک چند سوال داریم. چه خیلی یک تا سوالاتیم یا که همش یک جویا کرده؟ حالا هر چی که دلت میخواهد. اگر یک سوال یک تا برویم خوب است به فکرم تا اینکه فراموش نشود. باشه این سوال یکم. در مدت 20 سال رئیسی کدام کاری را انجام دادید بخصوص برای زندانیای سیاسی که نتیجه داده باشد؟ لطفاً همون نامه گاگا رو مثال نزنید. سلامت باشید. حسام خودت به فکرم اعضای حزب هستی نه؟ بله بله بله. در جلسه های حزبی شرکت میکنی؟ بله. خب پس باید که حتما که از فعالیت های حزب، رهبریت حزب، ریاست حزب باید در جریان باشه که در دوام 20 سال رهبری من حزب چیکار کرده است و این باید در نزد هر یک اعضای حزب مثل آفتاب روشن باشد. حالا فرق نمیکند اون 20 سال عمل ما مثبت است منفی است. منظورم این است که این عملها روشن است دیگر و همه اعضای حزب میدونند. اما
برای احترام به شما و سوالتون در این 20 سال اگر 20 سال فعالیت خودم رو من در اینجا قصه کنم شاید 20 ساعت وقت لازم شود حداقلش، چون نمیشه یک سال رو در یک ساعت حتی قصه کرد. اما در مجموع 10 سال اول فعالیت من در داخل کشور، در پارلمان، در فعالیت حزبی رسمی و 10 سال دیگرش در هجرت به نزدیکی 10 سال میشد صورت گرفت. خب فعالیت های بهترین یا اونه که به چشم میخورد کدامند؟ نهضت اسلامی تاجیکستان در انتخابات پارلمانی 2010 این اولین انتخابات بود که من همچون رئیس حزب وارد آن شدم، اکثریت رأی انتخاب کنندگان کشور رو به دست آورد. این خودتان هم شاهدید، میدونید که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اکثریت رأی رو به دست آورد. ناظران بین المللی، حتی اون پروتکل‌هایی که ما و شما در اختیار داریم تا امروز در ارشیومون بیانگر آن هستند که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان انتخابات پارلمانی را برد. اگر در تاجیکستان دموکراسی می بود، ولایت قانون می بود، اگر احترام به رأی مردم می بود، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم حکومت تشکیل می کرد و هم در یک وضعیت دیگر قرار می داشت. اما چون حکومت دموکراتی نبود، کشور دموکراتی نیست، در یک حالت بسته قرار دارد، دیگر نه تنها حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، یگان حزب اپوزیسیونی، حزب کمونیست، حزب سوسیال دموکرات، حزب دموکراتی تاجیکستان که آن وقت رهبرش محمد روزی اسکندرов بود، اینا نتوانستند حتی در پارلمان جا پیدا کنند، رأی کافی را بگیرند. اما برای یک حزب، برای رهبر یک حزب کافی است که حزبش رو با پیروزی برساند. آنه که امام علی رحمان رأی مردم را دزدید و نداد به حزب، دیگر این سوال به امام علی رحمان است، نه به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که در یک انتخابات شفاف، در یک مبارزه آشکار پیروزی را به دست آورد. و همین طریق دیگر فعالیت های ما در داخل کشور برای همه معلوم است. اما در خارج در این 9 سال اخیر برادر حسام‌الدین، اون دستاورد اساسی ما این است که ما اجازت ندادیم که یا تمام تلاش خود را کردیم که حکومت موفق نشود حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را همچون یک حزب اکستریمیستی و تروریستی معرفی کند. برعکس حزب نهضت در تمام دالان‌ها، در تمام چاره‌بینی‌های سیاسی سطح جهانی، سطح اروپایی شرکت میکند و اعتراف شده است. و اخیراً نشانه‌اش سفر ما به لیتوا بود که در سطح مقامات این کشور، رسانه‌ها ملاقات شد و یک حزب تروریستی و اکستریمیستی را چنین قبول نمیکنند. اینجا شما گفتید که پرونده گاگ رفتن رو مثال نواریم. برای چی مثال نواریم؟ یعنی این چه عیب دارد که ما اون رو مثال بیاریم؟ برعکس ما باید این رو در هر صحبت مثال بیاریم که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یگانه حزب اپوزیسیونی در سطح جهان است، نه تنها در سطح آسیای مرکزی یا سابق شوروی، در سطح جهان است که توانسته است پرونده یک دیکتاتور رو به دادگاه بین المللی برد ثبت کند و ادوکات های سطح جهانی آن را آموختند، پذیرفتند و اعتراف کردند که یک پرونده است مالامال از فکت و رقم و از دلیل های رد نشونده. و درباره زندانی های سیاسی چیکار کردیم؟ خود همین پرونده تاجیکستان هم یگانه کشوری هست در سطح جهانی که بیشتر از 15 زندانی سیاسیش پروندهش در کمیته حقوق بشری سازمان ملل ثبت شده است و قرار سازمان ملل درباره آزاد کردن بدون شرط و قید صادر شده است. کدام یک اپوزیسیون دیگر در از آسیای مرکزی یا از سابق شوروی به این مقدار پرونده زندانیان سیاسی خود را در سازمان ملل، در دادگاه گاگا، در رزولوچه اتحاد اروپا، رزولوچه پارلمانی اروپا، رزولوچه OBSE در این باره وجود دارد. تمام این کارهایی که در حق زندانیان سیاسی انجام شده است، این زحمت و تلاش شما برادر حسام‌الدین، برادران و خواهران اعضای حزب و اگر کمترین سهم ما هم در این روند باشد، ما خدا را شکر میگیم. تشکر. سوالی من بعد برادر زبیدالله که گفته استم که یک کاری که نتیجه داده باشه برای همین زندانی ها.
مثال همین ساد بله درست که ما خودم علل خصوص با همکاری برادران و چهار یک طرف میمونیم و ما خودم علل خصوص با تمام سازمان ها هم نویستگیم با تمام سفارتخانه‌ای که در تاجیکستان است همشون در سایتاشون نوشته روان کردم لیکن یگان نتیجه نداد. ما همین را گفته نبودم که کدام کار نتیجه داد برای زندانی. اگر بگذارید که همین گام به نتیجه مونه، آینده با چی نقشه داره؟ آینده ببینید الان خودت بسیار یک مثال خوب آورده که تمام سازمان ها را مراجعت کردی نتیجه نداد. یعنی همین خودت الکی دشواری این راه رو پی بردی، فهمیدی که مراجعت کردن با سازمان ها این نیست که ما امروز مراجعت کردیم فردا کاری ما نتیجه بده. اگر خدای نکرده گام نتیجه نداد، مثل که سازمان ملل نتیجه نداد، ما تلاش مبارزه خود را ادامه خواهیم داد، از کمترین فرصت و امکانیت ها استفاده خواهیم کرد که یا زندانیان آزاد شوند یا حداقل وضعیت آنها را سبک کنیم. ببینید ما و شما همون شرایط را خوب می‌دانیم، بخصوص در همین شب و روزی که ترامپ در امریکا سر قدرت آمد، تمام سازمان‌های بین‌المللی دفاع از حقوق بشر را یا کمک پولیاشون را قطع کرد یا اصلا آنها را دیگر اعتراف نمی‌کند. ترامپ حتی ضد همین دادگاه بین‌المللی هم نسبت بعضی پروکورورها سانکسیا جاری کرد و دیگر سازمان‌ها و دیگر حتی در کشورهای اروپایی هم الکی حزب و حرکت‌های راستگرا و ضد مهاجرین دارن به سر قدرت میان. اینا در مجموع برادر عزیز فعالیت ما را تنها ما را نه تمام اپوزیسیون دنیا را روز به روز مشکل‌تر کرده ایستاده است. اما وظیفه ما و شما این است که باید ناامید نشویم و نه تنها برای زندانیان سیاسی بلکه برای تمام ملت تاجیک ما باید مبارزه خود را ادامه دهیم. میگذاریم به سوال دوم. سبب در چیست که در مدت 10 سال اول رو خیر نگوییم و در همین مدت 10 سال فعالیتتان یگان نفرانی که در پهلویتان بودگی ها نسبزیدن، یعنی و جامعه همچون یک شخص سیاسی مطرح نشدن؟ برای چی چون فکر میکنید؟ ببینید اکثریت اعضای ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از آن جمله معاونای بنده از آن جمله پدر بزرگوار شما در زندان هستند. درست؟ در خارج کشور بیشتر یک قسمی از اعضای ریاست آمد و این مبارزه سیاسی برادر عزیز این جای نیست که در درون یک پرنیک یا گرمخانه در درون یک بالکن انسانها را سبزانده شود. انسان در مبارزه سیاسی می سبزد، تلاش میکند، زحمت میکشد، جامعه او را میشناسد، اعتراف میکند. انسانی بخصوص در یک شخصیت مبارز در مبارزه میسبزد. اگر کسی فکر کند که مبارزه سیاسی چنین است که من باید در خانه بشینم یا فقط در فیسبوک فعال باشم، بعضی فعالیت‌های مجازی کنم و همین رو اگر سبزیدن حساب کند، این غلط است. امروز خدا را شکر در ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در پهلوی ما جوانان خیلی زیاد، شخصیت‌های ورزیده، مگر قاری محمد جان، مگر بابا جان قیوموف، مگر محمود جان فیض رحمانوف، شمس‌الدین سعیدوف، شاه نعیم کریم، ایشان عبدالستار، داملا محمد سعید رضایی، اینها شخصیت‌هایی نیستن که نهضت اسلامی تاجیکستان اینها را سبزاند، پرورش کرد و امروز در صحنه سیاسی، در فضای مجازی، در رسانه‌ها اینا فعال هستند. اگر شما اینا را ندیده باشید، ملت دیده ایستاده است. اگر شما فکر کنید که هیچ کس نسبزیده است، پس شما ندیدید. من فکر میکنم که این یک نمود، این را در سیاست میگن که خودکمبینی، ندیدن کسانی رو که در اختیار داره در پهلویتان هستند. این را هم بگم برادر عزیز که امروز خیلی از ما افسوس برادران زندانی را میخوریم که بهترین شخصیت های ما در زندان هستند. اما یک عادتی در ما در تاجیک‌ها یک عادت شده است که هر کی از دنیا رفت یا هر کی زندانی شد او را ما همچون قهرمان با نیکی یاد میکنیم. هر کسی که در پهلویمان هست، هر کسی که زنده هست، هر کسی که امروز در صحنه مبارزه برده ایستاده است، او را تلاش میکنیم که پایینتر بریم، سنگ بزنیم. من مطمئنم که اگر قبلگاه شما در همین اروپا می بود، مثل دامله عزیز خوجایی که 50 سالش است، مثل شمس‌الدین، مثل شاه نعیم،
مثل من و مثل دیگرها او را هم سنگ میزدن. اگر همین دامل عزیز خوجا یا هر نفر دیگر در زندان می بود باز افسوس او را میخوردن، از او قهرمان میتراشیدن و میگفتیم که چقدر انسانهای خوبی ما در زندان هستند. وقتی آن رسیده است که ما تمام مبارزین، تمام برادران و بزرگان خود را چی در زندان هستند، چی به شهادت رسیدند، چی در هجرت هستند و چی کسانی که حالا در صحنه‌های دیگر هستند ولی ما آنها را نمیبینیم، اینها را با یک چشم ببینیم، قدردانی کنیم، احترام کنیم و تصور کنیم که این فضا برای همه آماده است. من حالا ببینید یک توصیه به خود شما میکنم برادر سامیدین که مثل شما برای یک جوان باید در پهلوی مبارزین باشید، بی‌صبر تلاش کنید، نه تنها برای آزادی پدر خود بلکه برای آزادی تمام زندانی ها و برای آزادی ملت از این یک زندان بزرگی که حکومت تاجیکستان وطن ما و شما را تبدیل داده است. نه اکو برای یک چی میگم که در یک برآمد اکای علیم و جانشین شما در پیمان هستم، اما کمی بحث رفته بود اکو من تماشا کردم، اشتراک نکرده بودم. در همونجا گفت که یگان کادر نیست که رئیس حزب شود. برای همون مثال میگم که گویا که هیچ کار نمیبینه. نه حالا ببین پیش اومد علیم اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیست. اگر که علیم این گپ را گفته باشد باید خودت بلافاصله جواب میدادی که نه برادر عزیز خطا کردی، در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان 1 2 3 4 اینا هستند. یک ما نوشتم که کادر زیادن گفتن نوشتم شو. پس خودت با همون سوال دادگی خودت جواب دادی. کادر هستن ان شاء الله. سلامت باشید. سوال آخران اگر داشته باشید. نه سوال هست، سوال هست. یک توی دیگر میتونه سوال بدهید با دیگران وارد شده هستن. 10 سال اخیره که ما در هجرتیم، سببش چی است که یگان بار از فعالیتتان به اعضا و جانبداران گزارش نداده اید و سر در چی بود که با وجود این همه کمبودی دوباره ریاست شما را رئیس انتخاب کرد؟ چی تضمین یا گارانتی وجود دارد که شما در دوام 20 سال رئیسیتان نهضت به این حالت ضعف و ناامیدی آمده رسید و در این 4 سال بعدی وضع از این هم بدتر نمی شود؟ یک گروه از صحابگان پیامبر نزد حضرت علی آمدن گفتند که یا امیرالمومنین چرا در زمان حضرت ابوبکر و در زمان حضرت عمر وضعیت مسلمانان در مدینه منوره، در مکه، در سراسر گوشه و کنار اسلام چنین بود و چنان بود، ما پیشرفت داشتیم، قوی بودیم، اما در زمان خودت وضعیت این گونه هست که مسلمانان بین یکدیگر اختلاف به حالت ضعف رفته ایستادند. حضرت علی کرم الله وجهه یک جواب داد به اون نفر، گفت که چون که حضرت ابوبکر و عمر مثل من وره دوست و رفیق برادر در پهلویشان داشتم، من امروز مثل خودت رو دارم. فرق در همین است. اگر خودت هم مثل من در پهلوی حضرت علی، حضرت عمر و حضرت ابوبکر می ایستادی، وضعیت فرق میکرد. و در زمان تاجیکستان بودیم، در پهلوی من داملا زبیدالله بود، در پهلوی من محمد علی حید بود، در پهلوی من سید عمر حسینی بود، در پهلوی من اون شهرمردانی بودن که در امروز در زندان‌ها هستند و اون شهرمردانی که امروز در خارج با وجود همین دشواری‌ها در پهلوی رهبریت و حزب ایستادن، زحمت کشیده ایستادن، تلاش میکنن. اما در داخل کشور ما کم داشتیم، اصلا نداشتیم کسانی که میایم فقط کامنت مینویسن، انتقاد میکنن، شکایت میکنن و سوال و جواب خود را در صحبت روبرو در جلسه‌های حزبی شرکت نمیکنن، اما از طریق فیسبوک و یوتیوب برای آنکه بیننده بیشتر بیند و مردم آگاه باشند که، یا نه تنها مردم، بعضی دایره‌های دیگر هم آگاه باشند که من ببینید ما همین گونه سوال‌ها را داده ایستادیم، ما تنقید کرده ایستادیم. سبب اساسی برادر عزیز در همین است. وگرنه اگر همون روحیه، همون انگیزه، همون جوانمردی نسل‌های اول امروز هم باشد، نه ضعف است، نه
مشکلی است. ببینید اون برادرانی که واقعا هم در تاجیکستان زحمت میکشیدن، امروز هم زحمت کشیده ایستادن، اونا ضعف رو نمیبینن. اونا مثل پیشینه، مثل سالهای قبلی با تمام انگیزه و با تمام آمادگی زحمت و تلاش کرده رفته ایستادن. شرایط رو میدونن که چقدر دشوار است در شرایط هجرت، بدون مبلغ، بدون پشتیبانی یگان کشور، بدون داشتن تکیهگاه در وطن، کار آسان نیست که یک اپوزیسیا فعالیت خود را به این حد دوام دهد. اما اونه که فقط منفی میبیند، اونه که فقط عیب جویی میکند، باور کنید اگر 10 سال نه 100 سال دیگر هم این برادران به همین وضعیت مانند، در نهضت اسلامی تاجیکستان در اپوزیسیا فقط کمبودی میبینند، یگان پیشروی رو نخواهند دید. سلامت باشید برادر کی حسام‌الدین. شوکت ما یک چیزا گفتم که اینجا با یک ما سوال نیو بگید بله بفرمایید. مثال فقط ایتشان باشد برادر که دیگران انتظارن. از اول در پهلوتون بودیم، نه که ما از پهلوی شما نرفتیم. ما را انشاءالله باور دارم. قدمی بود کنار گذاشتم. ببینید یک مبارز را هیچ کس کنار گذاشته نمیتواند، هیچ کس. من یک قصه رو براتون نقل کنم برادر حسام‌الدین. من مطمئنم که یک مبارز را هیچ کس کنار گذاشته نمیتواند، برای اینکه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نه از کبیری است، نه از شوکت است، نه از یگان کسی دیگر. سالهای کمیسیون آشتی ملی من یک جوانی مثل خودم بودم، شاید جوانتر. استاد نوری مرا دعوت کرد و بعضی از قماندان هایی که تازه از افغانستان آمده بودن، وقتی که آمدن بحث کردن، من یاردمچی استاد بودم، گفتم که من وظیفه دارم که شما را اجازت ندیم به نوبت نزد استاد درآیید. اونا گفتن شما کی هستید؟ ما در افغانستان جهاد کردیم، جنگ کردیم، یک دانشجو از مسکو آمده است و امروز پیش راهی ما را میگیرد که با اتاق کاری استاد نوری درآییم. من گفتم گپ درباره اون نیست که شما جهاد کردید یا نکردید، شما احترامتون بجا، اما اینجا قاعده هست. استاد مرا برای همین دعوت کرده است که من در پهلویش بیستم و این قاعده را رعایت کنم، با استاد کمک کنم. اون پیستولت کشید و ما حتی برادرانی که در اون کمیسیون کار میکردن شاهدن، کار به زنازنی انجام شد. خب دیگر منم در حلقه یک عده از محافظان و قماندان ها دیگر جای دیگر دفاع کردن بود و در نتیجه این زنازنی و کشمکش بالاخره ما را جدا کردن و اونها شرط گذاشتن که یا محیدین میسته در همین جا یا ما قهر کرده با کوه برمیگردیم. استاد نوری دعوت کردن ما را، گفتن که وضعیت همین است، اینا التیماتوم مونده ایستادن، خودت باید که اکنون هم این کار را ترک کنی روی و هم از تاجیکستان برای که من میترسم که یگان حادثه نشود، چون بسیار غضب‌آلودن و اینا سلاح دارن، یگان کار کردن نمیتونن. من جواب دادم با استاد، گفتم استاد شما ما را دعوت کردید برای همچین یاور، ولی من فقط به خاطر شما نآمدم. من این راه را به خاطر خدا، برای هدفهایم، برای مبارزه در راه ملت انتخاب کردم. اگر اینها تهدید میکنن مرا کشتنی میشوند، من با تهدید اینها حتی با سپارش شما هم نه تاجیکستان را و نهضت را ترک نخواهم کرد. بگذار همینجا قربان شوم، بگذار زنن، ولی من در همینجا میمونم. استاد سپارش داد که مرا برن 3 روز 4 روز در یک جا پنهان کنن. مرا بردن، بعد خودش گفت و شنید کرد با اون قماندان ها، نفر فرستاد که اکنون بیا مسئله را ما توجیه حل کردیم و بعدا اون قماندان ها تبدیل به دوستان من شدن و خودشون اعتراف کردن که هر کسی دیگر در جای تو می بود بعد این زنازنی و پیستولت کشی و بعد این همه تهدید ما الکی تاجیکستان را ترک کرده بود، ولی چون مستحکم ایستادی و نترسیدی، بدان که ما در پهلویت هستیم و مبارزه را یک جای دوام میدیم. اگر من کسی را هم پیش کرده باشم، کسی را رنجانده باشم، کسی را از پهلوی خودم دور کرده باشم، بدانید که این آدم الکی آماده بود است که از مبارزه دست بکشد. اگر او آماده می بود که مبارزه را ادامه بدهد، میگفت که گوش کن برادر، من این حزب را به خاطر خودت انتخاب نکردم، این راهی گذشتگانی ما هست، راهی خودم است، تا آخر من میستم، تنقید میکنم، گپم رو میزنم، شکایتم رو میکنم، اما من مبارزه خود را در چارچوب حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با همین برادران ادامه میدم. اگر شما را کسی کنار زده باشد، پس بدانید که خودتان آماده بودید، میل داشتید که کنار بروید. دیگر یگان دلیل دیگر وجود ندارد. برادر
اسلام سلامت باشید. تشکر که در برنامه شرکت امیدوارم کردید. جوابات را گرفته باشید. باز من ورشاو میام. زنده باشید برادر عزیز. من ورشاو میام. اگر جلسه باز دعوتتون میکنم، اگر نامدید این دفعه منزلتون میرم، در منزلتون صحبت میکنیم. اگر شما پیش من نامدید، من پیش شما میرم. هیچ اشکال نداره. سلامت باشید. سلامت باشید. جمشید شریف بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. امیدوارم تماشابینا و شنوندگان محترم، هر کسی که ما را میبینه، خداوند شما راضی باشه. برادر شوکت محمد، برادر محی الدین کبیری و کل مبارزینی که ما را الان میبینین. برادر محی الدین کبیری، دشمنی که از داخل میزنه یا که از بیرون میزنه کدامش خطرناک است؟ در همین سیاستی که امروز شما واقعا موی سرتون سفید شد، مرحوم مرلی قواتوف یا که انا استاد مولا عبدالله نوری، هم کسایی که کشته شدن دست دشمن، داخلش بیزه بیک بیرونش خطر در کدامش؟ هم دشمنی داخله خطر دارد، هم دشمنی بیرونه. دشمنی داخله یک کمی دردش بیشتر است، اما اگر انسان خودش آماده باشد، قوی باشد و انسان تکیه به خدا و به خودش کند، دیگر دشمن چی در داخل است چی در خارج است فرق نمی کند. نباید از دشمن خفه بود. دشمن از کار خودش رو میکند. انسان باید خودش تکیه به خودش کند. اگر کمبودی کرد از خودش خفه باشد، باید که گله داشته باشد، از خودش گله کند، نه از دشمن، نه از رقیب، نه از یگان کسی دیگر. سلامت باشین. شادی عبدال گفتاد که سمایلوت با دو قنات پرواز میکنه. واقعا ختم کینه برادر شوکت، زیاد نفرایی که هستن در سیاست در ایروی خطر، یک قناتی همین مبارزه سهراب ظفر بود که واقعا بگیم نفری بود که نظامی بود. یک قنات دیگه همون شما که من خدمت وجود خدم گام میزنم که دیپلمات، یعنی آدم بساط خوندگی. امروز واقعا که سهراب ظفر پس از زندان ظالم رفتگی، همون مبارزه، همون سیاست، همون روی انقلاب، همون روی که ما امروز با هدف ما برسیم، به یک قنات موندگی های کسی که امروز حرکت میکنه که همین یک قنات موندگی همین ملت مبارزه را بشکنه، حتما بدونه برای خودش بفهمه که یک قنات مالکه شکستگی های. انشالله که دوام میکنیم در پهلوش ما قنات برادر محی الدین کبیری پیدا شد تا به هدف به مقصد برسیم. سلامت باشین. سلامت باشه. ببین برادر عزیز، من فکر نمیکنم که اپوزیسیون تاجیک مبارزین با یک قنات موندند و فقط اون قنات ما باشه. اپوزیسیون تاجیک مثل همون عقاب دو قنات دارد و نه تنها ما گروه 24 بعد از آن که برادر سهراب ظفر رو زندانی کردن، اینها کادرهای زیاد دارن. امروزشون در رهبری این حرکت شخصیت‌های بسیار سزاوار، برادر دلشاد شریفوف که در پهلوی برادر سهراب ظفر بود و همون راه، همون مسیر رو ادامه داده ایستاده است. من فکر میکنم که نادیده گرفتن در کار نیست، بلکه ما باید تلاش کنیم که تمام برادران مبارز را هم کمک کنیم، هم روح بلند کنیم، انگیزه بدهیم و تنها همین راه ما را با هم نزدیک میکند. اگر ما بیایم مثلا یک طرف رو تعریف کنیم، یک طرف رو تنقید کنیم، یکی را از بالای دیگر مانیم، و خدا را شکر که امروز سیاستمداران ما در اپوزیسیون درک کردن که دیگر فریفته این گونه حالت ها را نمیخورن. اما قبلا در سالهای قبلی وقتی که یک نفر رو تعریف میکردن، طرف دیگر کوشش میکرد که اون شخصی تعریف شده رو سنگ بزند، ضعیف کند، پایینتر بیاد تا اینکه در پرتوی اون خودش بالاتر شود. امروز الحمدلله این از بین رفته است. بلکه ما نه اینکه تنها رهبران این دو حرکت رو، بلکه تمام برادران مبارز را، حتی کسانی هم که ما را با این آن دلیل امروز تنقید کرده ایستادن، اینها را کمک کنیم، در پهلویشان باشیم. اگر نصیحت داریم، اگر گفتنی داریم، نه در شبکه‌های اجتماعی، نه در یوتیوب، نه در اینجاها، بلکه در یک صحبت خصوصی با زنگ تلفن، با نوشتن به خود همون برادر برسونیم، نصیحت کنیم، ارادها را بگیم، تنقیدها را کنیم. چون هر یک سخن ما، هر یک تنقید ما، هر یک بحث ما، این بر ضرر مبارزه و به فایده رقیبان، به فایده کسانی است که وضعیت ملت و ما و شما رو به همین جا رسوندن. تشکر زیاد. استاد غرم بفرمایید. غرم. سلام و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام.
خب استاد گرامی خوب است؟ یکی شوکت جون خوب هستی؟ سلامت باشید. خوش آمدید برادر عزیز. بفرمایید. فرمایید. سلامت باشید. چند سوال پیدا شد از ذهن من. همین سوال‌ها رو میخوام از شما جواب بگیرم. اول اون که در همه خواسته همه عکای شوکت جون گفت که مردم جو میخواستن دیگر میرم. خب برادر عزیز گرامی اگر توانید بدون ویدیو گپ زنید، چون به فکرم اینترنتتون سست است، صدایتون خوب شنیده نمیشود. بله بله. میتونید ویدیوتون خاموش کنید گپ زنید. بله. خب خلاص که همه استاد کبیری فکر کمتر در هم انتخاباتی که شده بوده کمتر حسودانه حریصانه رفتار نبود. خب اگر نگوییم که برقصانه، چون که همه اعتراضات و همه اون چیزایی که مردم میخواستن امید داشتن اونها رو نادیده گرفته دوستان. مقصد اسلامی دو فرقه پیدا شد، شکل شد، حتی همون اعضا طرف شدن. به خاطر همین مردم میخواستن بسیار داشتن میلیون ها داشتن. خب همچون یک چخیل بگم یک انسان با وجود اون همون امروز حرمت احترام شما در این هم وجود داره برای کنار میرفته. خب آدم دیگه می اومد جای ما را میگیری. خب برنامه گفتید که در مدتی کنیم همون نفر دویم رو میمونده. خب وقتی که کرمانشاهیان بود صبح با میگرفته کنارش میکرده، اینجا حب آب روی خودتون همینجا حفظ میشد. من بسیار متاسف هستم که بعضی مردم بازی شما گپ میزنن، این گپ راستش برای من ناراحت کننده های. خب به خاطر که من با بسیار همه انسان برای شما هر چی که میگم، من میگم که استاد کبیری یگانه انسان بود که نوارهای هستند، ویدیو هستند که منعقد سرسخت حکومت در دورانی که در دوران تاجیکستان کار میکرد ویدیو هستند. خب همه یک آدم سیاسی هم قدر میتونن، لیکن متاسفانه شما کار کردید که کمتر همه چی بگم رای کرده بسیار گرفته، گویان که برقصانه رفتار کرده دوستان. خب بعد چی بود که در طول 8 سال خودتون گفتید نظامنامه نداشته، آیین‌نامه نداشته. یک وقتی که همه صدها بلند شدن، خب بعد آیین‌نامه و برنامه و نظامنامه رو در همینجا لایحه شد. و سوال دیگر این است چرا محمد اقبال صدرالدین در همین ریاست عالی شما نیست؟ من سوال اگر جواب میداده تشکر زیاد. سلامت باشه. من سوالهای برادر رو نوشتم. در بعض قسمت‌های سوال‌ها صدا کنده میشد، شاید یکم قسمت سوال رو نفهمیده باشم، اما 3 سوال رو اینجا نوشتم. 4 سوال. اگر شوکت جان یکم جو فراموش شد، فکر می‌کنم به همین 4 سوالی نوشتگیتون جواب تید. اگر یگانتش نموندگی باشد باز میپرسیم شما. خب تشکر برادر عزیز، بسیار سوال‌های خوب و مهم دادید. چون که ببینید من خیلی دوست می‌دارم که همین خیلی سوال‌ها با آدابانه، موضوعی و خیلی منصفانه داده میشد. حالا مهم نیست که اون سوال در نتیجه معلومات‌های درست است نادرست است، این مسئله دیگر است. آدمی که منطق دارد، آدمی که سوال را درست با رعایت فرهنگ می‌دهد، بعد از اون که مسئله با او شرح داده می‌شود
با همون منطق و فراست و درایت باز درک میکند. اما خدا پناه بتید از بعضی آدمایی که هم سوال میتین هم برای سوالشون علاقه خودشون جواب دارن و معلوم نیست که اون سوال را به خاطر چی میدین، مادامی که جوابشون در پیش خودشون معلوم است. برادر گرامی، نه تنها من این همه اعتراض ها را نادیده گرفتم، بلکه همه این اعتراض ها را دیدم، شنیدم، به نظر گرفتم و حتی در نه اینکه همه این اعتراض ها، حتی یک اعتراض در ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شد که رئیس امروز عمل کننده نهضت از حد زیاد طولانی ایستاده است، 19 سال شد رهبری حزب است و شاید یک نفر دیگر بیاد بهتر است. من که خودم عریضه نوشته بودم، برنامه رئیسیم رو برای 4 سال آینده پیشنهاد کرده بودم با کمیسیون انتخاباتی ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، بلا فاصله نامزدی رو گرفتم. اکثریت قاطع 90% ریاست عالی، 80% یا 70%، حالا خلاصه اکثریت اعضای ریاست عالی بر این نظر بودن که من نامزدی رو مولم، چون که ما تا پیشنهادی نامزدی شاید که 4-5 تا جلسه ریاست عالی برگزار کردیم که در همه آنها من گفتم که من خودم شخصا بارها این را در صحبتام گفتم، در مقاله هایم نوشتم و حالا هم به همین نظر پایبند هستم که یک نفر در رهبری یک حزب، یک کشور، یک ساختار بهترش که زیاد نیستد، بخصوص در حکومت، چون در حکومت اون دیگر یک اقتدار همه طرفه اقتصادی، نظامی، همه چی در اختیارش است. در حزب‌های سیاسی گاه این جا دارد، بخصوص در حزب‌های سیاسی که در حالت مقاومتند، اما در همین جام اگر نباشد خوب است. این نظری من است، هنوزم بر این پایبند هستم و بر اساس همین نظرم من نامزدی خود را گرفتم. ماه مارت در اوج رمضان، تقریبا 20 مارت همین سال، ما باید همون ماه مارت انتخابات رئیس حزب را برگزار میکردیم موافق نقشه ریاست عالی حزب نهضت. اما من نامزدی خود را گرفتم و دوام 2 ماه یگان نفر از اعضای ریاست عالی حزب نهضت آماده نشد که نامزدی خود را گذارد. 1 مرتبه 2 مرتبه جلسه کردیم، کار کمیسیون انتخاباتی رو باز با تاخیر پرتافتیم تا اینکه نامزد پیدا شود. بالاخره وقتی که آخرین مدت معین کرده ریاست که 20 همین ماه می بود، بعد از 2 ماه سپری شد و هیچ کس نامزد نشد و ریاست قرار قبول کرد که مادامی که هیچ کس نمیخواهد نامزد رئیس حزب باشد، پس اعضایان ریاست عالی میتوانند که خودشان نامزدی این یا نفر را به مقام رئیس حزب پیشنهاد کنند و برادران تقریبا 6-7 نفر را، نه اینکه کسی خودش را پیشنهاد کرده باشد، بلکه هر کدام اینها را یک نفر دیگر پیشنهاد کرد و ما قبل از این در جلسه ریاست در شهر دورتموند به این توافق رسیدیم در اون که گفتند که در این مرحله آینده هم که اگر با نظر داشت این همه اعتراضا، با نظر داشت این همه ملاحظه ها، یک مدت دیگر در همین شرایط که هیچ کس آماده نیست این مسئولیت رو به دوش بگیرد، مسئولیت رو بگیرم و بنده رازیگی رو دادم. چرا؟ برای اینکه من خودم بارها در سخنرانی هم در داخل ریاست و برادران گفتن که هم برای ماندن دلیل دارم که در همین شب و روز که ما چندین چالش ها داریم، واقعا منم درک میکنم که منظوری برادران که میگویند بودن از ضرورت چی هست، هم برای رفتنم دلیل دارم و هنوزم دلیل وجود دارد. یعنی دلیل هایی برای رفتنم نزد خودم این بود، در صحبت ها گفتم که من از حد زیاد طولانی ایستادم، خسته هم شدم، تمام اون زحمت و تلاشی که برای یک حزب یک انسان کرده میتواند من الکی کردم، شاید که از این بیشتر دیگر نتوانم کرده، در یک سیمه در یک مسئولیت دیگر شاید من بهتر کار کرده توانم. این دلیل هایم بود برای رفتن. علاوه بر این بارها گفتم که من خودم بارها در صحبت هایم گفتم طرفدار آن هستم که یک نفر زیادی بعد در رهبری یک حزب، یک ساختار نیستد. اما برادران دلیل های دیگر داشتن و خودم هم تا این درجه من فکر نکنید که وضعیت سیاسی جهان و منطقه رو نمیدونم و اصلا خبر ندارم که حزب و حرکت های
در حالت جنگ، در حالت مقاومت، مبارزه چگونه رفتار میکنن. نه اینکه حزب و حرکت ها، حتی کشورها در حالت مبارزه انتخابات برگزار نمیکنن. اوکراین مهلت زلنسکی الکی تمام شده است، اما قانونهای داخلی اوکراین طلب میکند که در وقت جنگ یگان خیلی انتخابات برگزار نمیشد، بلکه همین پرزیدنت عمل کننده باید مسئولیت خود را ادامه بدهد تا تمام شدن جنگ. حتی در نهضت اسلامی تاجیکستان در ریاست این پیشنهاد هم صدا داد که ما تا وقتی که حالت جنگ است، مبارزه هست، حکومت کشته ایستاده است، گروگان گرفته ایستاده است، زندانی کرده ایستاده است، ما در اینجا گویا طرز رفتار میکنیم که در یک کشور دموکراتی زندگی داریم، باید انتخابات ها شفاف باشد، همه سیر و اسرار یک حزب در فیسبوک و در یوتیوب گفته شوند. نه، این طور نیست. برادران پیشنهاد کردن که اصلا تا بازگشتن به وطن یگان خیلی انتخابات گذرانده نشود، بلکه جلسه های ریاست نهضت در یک حالت پوشیده حضوری برگزار شود، بدون ثبت، بدون آنلاین. ولی ما گفتیم تا این درجه هم نه، حتی در حالت دشوار، در هجرت، در حالت مبارزه و فشار هم ما باید حتما انتخابات را برگزار کنیم و رهبری نهضت باید از طریق انتخابات برگزار شود. اما سیر و اسرار داخلی نهضت باید در داخل خودش ماند، نه تنها از نهضت، از گروه 24، از تمام اپوزیسیون تاجیک، از تمام نیروهای مبارز در سطح جهانی باید که سیر و اسرارشون در داخل باقی بماند. و این دلیل ها در ترازو گذاشته شد و منم به این حد نیستم که به خاطر آنکه خسته شدم، به خاطر آنکه مرا تنقید نکنن، دیکتاتور نگوین، وقتی که برادران هیچ کس مسئولیت رو به دوش نمیگیرد، من فقط جان خودم رو خلاص کنم، خود را از تنقید رها کنم، بگم که نه، خودتون میدونید و حزب هر کاری که میکنید من رفتم دیگر. برای چی؟ برای که چند نفر تنقید کرده ایستادن. اگر کدام رهبر در وقت مقاومت، در وقت هجرت، در وقت مبارزه، وقتی که یک نفر به میدان پا نمینهد، نمیگوید که من مسئولیت رو به دوش میگیرم، حزب رو رها کند، مبارزه رو رها کند، به خاطر کدام تنقید هم باشد، تاریخ، ملت، حزب، تمام مبارزون او را یا خائن میگویند، یا ترسو میگویند، یا میگن کسی که از این دشواری ها ترسید، رها کرد، رفت در پس دیگر تجارت و بیزنس و با زن و فرزند و سیاحتش مشغول است، دیگر نخواست مبارزه بردن. همه این در ترازو گذاشته شد. ریاست عالی نهضت اسلامی تاجیکستان این نهاد نیست که اجازت بدهد که یک کس بدون دلیل ماند یا بدون دلیل برود. برای این برادر عزیز، تمام این مرحله را ریاست نهضت گذاشت، تمام این اعتراضها را من در نظر داشتم. اگر همین اعتراضها را به نظر نمی گرفتم، نامزدی خود را نمی گرفتم. من نامزدی را گرفتم، گفتم تمام مرحمت برادرها، یک نفرتون میان را بندید، پا پیش بگذارید و مسئولیت رو بگیرید. برای چی؟ برای که یک نفر در داخل ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفت که محترم رئیس کافی است، بس دیگر خودت دم بگیر، یگان نفر دیگر بیاد مسئولیت رو بگیرد. تا آخر منتظر شدیم که همون یک نفر دیگر کی است. بعضی برادران از بیرون ریاست پیدا شدن، خداوند خیرشون بتید، واقعا این ستودنی است، جسارت کردن، گفتن که من میخواهم که رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان باشد. تمام اعضای ریاست این را قدردانی کردن، تعریف کردیم که خدا را شکر که در ما چنین جوانا هستند. ولی با اون برادر فهماندیم که برادر عزیز، نظامنامه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، آیین‌نامه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از زمان تاجیکستان، از زمان رحمتی استاد، این را پیش بینی میکند که نامزد به رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان باید عضو ریاست باشد. زیرا یک نفر باید مسئولیت یک حزب کلان را به دوش میگیرد که حداقل این مرحله های ابتدایی، میانه و رهبری فعالیت حزبی را گذشته باشد، سنجیده باشد، مردم او را بسنجند، او حزب را بسنجد. چگونه یک نفری که هنوز در یگان زینه حتی ابتدایی و در زینه میانه حزب یگان مسئولیت را نگرفته است، خب غیرت کرده است، جسارت کرده است. ماشاءالله ما این را قدردانی میکنیم. بلکه این گونه افراد را باید که در آینده در ریاست گرفت، در نهادهای اجرایی گرفت، تا اینکه بی‌سبزند و به اون آرزو و هدفشون برسن و در خدمت حزب باشن. خب اونه که مردم زیدی من گپ میزنن، بله، چرا باید گپ نزنن؟ من کی هستم که باید زیدی من گپ نزنم؟
زید یک نفری فعال زنده و اونم بعد 20 سال رهبری، اونم در شرایط هجرت، با این همه زندانی سیاسی، با این همه فشارها، برای چی زیدی من گپ نزنم؟ مگر من از دیگران یگان چیز یا تی هستم یا یگان هنر دیگر دارم؟ نه، من هم مثل دیگر رهبران، مثل دیگر برادران، همه حزب و حرکت‌های جهان را، همه رهبران را تنقید میکنن، شکایت میکنن. بله، برای ببینید شما برادر عزیز بسیار منصفانه گفتید که شما را هم ناراحت میکند وقتی که تنقید میکنند. اصلا ما را باید تنقید ناراحت نکند، ما را تنقیدی به انصافانه و ناعادلانه باید ناراحت کند. اگر تنقید مثل این تنقیدهای شما با رعایت انصاف، با فکت و دلیل باشد، چرا باید ناراحت شویم؟ بهترین شخصیت ها را هم تنقید میکردن. مگر استاد سید عبدالله نوری را تنقید نکردن؟ مگر همین وضعیتی که الان در اطراف نام من است در اطراف نام استاد نبود؟ فقط با یک فرقیت، خدا جاش جنت کند استاد و دیگر بزرگان را که با یک چی بگم، با یک حالت آرامتر و راحتتر رفتن. در اون وقت یوتیوب و فیسبوک نبود. یعنی هر کس هم که تنقید میکرد در یک جلسه تنقید میکرد، در یک صحبت. خب نه اون وقت در تلویزیون راه بود، نه در حال یک نفر یوتیوب را روشن میکند، فیسبوک را روشن میکند، در بالای دیوان چیزی را که میخواد میگوید، کسی را میخواد تنقید میکند و مردم فکر میکنند که تمام دنیا کبیری رو تنقید کرده ایستادن. نه، تمام دنیا نکرده ایستاده است. همون کسانی که خیلی فعالن در یوتیوب و در فیسبوک تنقید کرده ایستادن، دقیقاً همون تنقیدی که رحمتی استاد نوری رو میکردن و حتی حزب تشکیل کردن شدن در کنار حزب نهضت در زمان استاد نوری. استاد نوری رو به همه چی متهم کردن، صلح را فروخت، جهاد را فروخت، بیزنس کرد، نمیدونم تمام همین تنقیدایی که نسبت من هست. اما چون اون وقت یوتیوب نبود، فیسبوک نبود، مردم عادی از این تنقیدها خبر نداشت. اما ما که در ریاست حزب بودیم، ما که در اطراف استاد نوری بودیم، از تمام این تنقیدها و حرکتها آگاه بودیم و اصلا امروز هیچ فرقیت رو نمیبینیم. این آمادگی که ما داریم به خاطر آن است که در این گونه مکتب‌ها، در این گونه تجربه پخته شدیم. اما شما که از این جزئیات چندان آگاه نیستید، فکر میکنید که اکنون امروز تنها امروز رهبران حزب نهضت را تنقید کرده ایستادن و هم از دید من گپ میزنن. ببینید من از این تنقیدها نه میترسم نه ناراحتم. وقتی که من راه رو انتخاب کردم، مسئولیت رو در ریاست عالی پذیرفتم، بعد این همه بحثا گفتن که باید یک مدت دیگر باشی، گفتم بله من یک مدت دیگر باقی خواهم ماند با دو شرط. یکی این که این آخرین مهلت باشد، حالا تا آخر میستم، در نیمی مهلت خواهم رفت. این دیگر با تصمیم من و با تصمیم ریاست عالی برمیگردد. این یک شرط است. شرط دیوم که اگر من این رو در صحبتی قبل از انتخاباتی در ریاست عالی هم گفتم که شما باید بدانید که با کی رأی میدید، با کدام برنامه‌اش. برنامه آینده من در 4 سال این است که من این پراکندگی و این دخورگی و این بی‌بندوباری که الان بعض برادران با نام دموکراتیا و آزادی بیان و اصلاح کنی و تنقید رهبر راه اندازی کردن در داخل حزب و در بیرون، اینا باید خاتمه داده شود. چرا؟ برای آنکه ما بله تا این وقت، این یک باره به همون سوال سوم شما گذاریم، تا این وقتی که ما به هجرت آمدیم آیین‌نامه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رو با قرار ریاست حزب در شهر استانبول ما متوقف کردیم. فعالیت آیین‌نامه رو گفتیم اون آیین‌نامه برای تاجیکستان بود، به درد اروپا و هجرت نمیخورد. فکر کردیم که آیا آیین‌نامه نو کنیم یا نکنیم و گفتیم که مادامی که پیمان ملی تشکیل شد، نهضت اسلامی تاجیکستان شامل آن گشت، یک قسمت مسئولیت و صلاحیت را به پیمان داد، پس هیچ ضرورت ندارد که نهضت اسلامی تاجیکستان یک آیین‌نامه و نظامنامه خود را داشته باشد و فعالیت خود را همین خیلی ادامه میدیم با اون فرهنگی که در 50 سال فعالیت شکل گرفت. اما بعضی برادران گفتن که چرا همه کار از نام پیمان شود؟ نهضت اسلامی تاجیکستان باید قوی باشد، باید از روی استرکتور خود باشد، در زیر سایه پیمان نرود و ما فعالیت خود را باید جانا کنیم. گفتیم خیلی خوب، مادامی که چنین است باید که نهادی نشود و گروه کاری تشکیل شد، نظامنامه تیار شد، قبول شد
و این نظامنامه اگر هر کسی که میخواهد نظامنامه نهضت اسلامی تاجیکستان را یک بار مطالعه کند، دقیقاً 80% همون نسخه برداری از آیین‌نامه حزب است که در زمان وطن داشتیم و با بعض تغییراتی که مناسب به زمان هجرت است. خب یک حزب سیاسی در خارج وقتی میخواهد که قوی باشد، اصلاحات را راه اندازی کند و خوب و بد را تشخیص بدهد، چگونه بدون نظامنامه میتواند فعالیت کند؟ اونم باز در شرایطی که میگوییم که باید فعالیت حزب در آینده قوی تر باشد و ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان قرار قبول کرد. و ببینید برادران، شما فکر میکنید که در نهضت اسلامی تاجیکستان بعضیا همین فضا را ساختند که گویا در نهضت اسلامی تاجیکستان یعنی یک نفر دو نفر مسئله را حل میکنند. بله، خدا را شکر که در نهضت سخن رهبر، فکر رهبر از گذشته تا امروز اگر منطقی باشد، با دلیل باشد، جایگاه دارد. این را نباید پنهان کرد و این چیزی بدی هم نیست. چرا ما باید نگران باشیم وقتی که اعضای ریاست یا اعضایان حزب حرف رهبر خود را گوش میکنند؟ باید ما نگران از آن باشیم که رهبر یک چیز میگوید، اعضایان ریاست یا اینکه اعضایان حزب یک چیز دیگر میگن. یک اختلاف و یک پراکندگی در داخل حزب است. ریاست عالی نهضت اسلامی تاجیکستان بعد بحث و بررسی طولانی این 25 نفر آدمان کسانی نیستند که تصادفی آمده باشند و بعضی ها متاسفانه به انصافانه خیلی ظلم و جبر میکنن نسبت اعضایان ریاست عالی که با این شکل تنقید میکنن و این بزرگواری اعضایان ریاست عالی حزب است که حرف ما را شنیدن، گفتیم جواب ندهید، پا را به این فتنه نگذارید، چون که دیگران میخواهند که پای نهضت، پای ریاست را در یک باطلاق گرفتار کنند که دیگر از آن رهایی نیست. باطلاق کی می شود؟ وقتی که به این انتقادهای بی‌انصافانه و گاه از مرز بیرون ما جواب بدهیم، ما بیایم دلایل خود را مطرح کنیم. این دقیقاً همون حالت می شود که دیگران برای اپوزیسیون میخواهند. این برادران که یک قسمشون در زمان شوروی زندانی شدند، یک زمان اکثریتشون در زمان مقاومت و مبارزه اول بودند، اینا کادرهای هستند که در زمان رحمتی استاد تربیت شدند و امروز در اوج کمالات هستند و بعضی ها میگن که خب اینا دیگر باید بروند، دیگران بیان. دیگران از کجا بیان؟ دیگران باید خود را نشان بدن، زحمت بکشند، اثبات کنند که پایبند مکتب حزب هستند، پایبند معیارها هستند، پایبند نظامنامه هستند. ما نمیتوانیم یک نفری که دعوا میکند که من باید رئیس باشم، عضو ریاست باشم، معاون باشم، فقط برای آنکه مثلا دعوا میکند بدون گذشتن این مرحله های مبارزه سیاسی در داخل حزب. دوستان عزیز، برادری که سوال داده یک کمتر جواب من طولانی شد ولی خیلی مسئله مهم است. یک نفر مبارز اگر بیرون از حزب فعالیت کرده است، در یک ساختار، در یک نهاد دیگر، در یک جای دیگر، معنی ندارد که این آدم فرهنگ فعالیت حزبی را میداند. اگر این آدم چند سال در داخل یک حزب تمام این سلسله مراتب را نگذاشته باشد. مجری همین برنامه شوکت محمد یکی از فعالترین برادران ما هست. نمیدونم چند سال، شاید 10 سال مسئول حزب در یکی از کلانترین ناحیه‌های تاجیکستان در ولایت سوق در ناحیه اشت بود. یگان کس میگوید که برادر شوکت برادر سزاوار نیست و فعال نیست و فعالیت نکرده است. این تمام مرحله های حزب را از زینه پایانی در داخل حزب جوشیده است، پخته است تا اینجا رسیده است. عضو ریاست عالی حزب نیست. شما فکر نکنید که ریاست عالی نهضت اسلامی تاجیکستان، معذرت میخواهم، یک پرخدمای دوار باشد که بدون سبزیدن، رسیدن، زحمت و تلاش و مبارزه و خود را در داخل حزب نشان دادن، فقط با دعوا و پرخاش یک نفر بیاید بگوید که فضا سازی کنن، لابیگری و بگن که ما اعضای ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یک راه دارد برادران. همه این را در گوششان خوب بگیرن. راه خدمت به حزب، خدمت به آیین‌نامه، به هدفهای حزب. اگر یک برادر خیلی مبارز خوب است، مبارزش رو دوام داده ایستاده است جانانه، ماشاءالله در همون ساختار خودش، این باید قدردانی شود، این باید که
تحسین شود، این باید در همون جا اعتراف شود در نزد ملت، در نزد همه مردم. اما این هیچ ربطی به نهضت اسلامی تاجیکستان ندارد. نهضت اسلامی تاجیکستان قاعده خود را دارد، قانون خود را دارد. ما برای همین اینجا هجرت کردیم، آمدیم که نخواستیم زیر بار فشار یگان کس تصمیم بگیریم. اگر ما زیر فشار یگان کس تصمیم میگرفتیم، چه از داخل چه از خارج، استاد نوری زیر فشار انام فشارهای داخلی از زمان هجرت افغانستان و از دیگر جاها تصمیم میگرفت، ما زیر فشار رحمان و دیگرها تصمیم میگرفتیم. اما ما این رو حفظ کردیم، این استقلالیت رو به خاطر آنکه زیر فشار تصمیم نگیریم. یک نفر اگر میخواد تا رهبری حزب برسد، من یک پیشنهاد دارم، بیاید زحمت بکشد، تلاش کند، در نزد اعضایان حزب، نه در نزد یگان کسی دیگر، در نزد ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اثبات کند که این یک برادر ارزنده، سزاوار، پایبند به فرهنگ حزب و حرکت و مبارزه هست. برای همین برادر عزیز نظامنامه با وجود آمد. انشاءالله این نظامنامه عمل خواهد کرد. چرا برادر محمد اقبال تا حال عضو ریاست عالی نیستند؟ من پیشتر گفتم، نه تنها برادر محمد اقبال، شوکت محمد نیست، فرهاد عادینیف نیست، عبدالمنان شیرالیف نیست، ده ها برادران و خواهران مبارز ما اعضای ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیستند، ولی اینا باید باشند. راه یکی هست، خود را معرفی کردن با زحمت، با تلاش، با هماهنگی، با گفتگو، نه با بحث و جنجال و پرخاش. مطمئن باشید این راهی رسیدن به عضویت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیست، چی رسد به عضویت ریاست عالی. یعنی حتی به عضویت نهضت کسانی که بدون خدمت، بدون پایبندی به نظامنامه و دستورات و قرارهای ریاست عالی میخوان یک جایگاه پیدا کنن، اصلا این امکان ندارد. و نقطه آخر، ببینید برادری عزیز و شنوندگان و بینندگان، این همه بحث و تلاش و این همه طعنه و تعریف و تنقید اطراف نهضت و رهبریت نهضت از حکومت شروع کرده تا فیک ها، تا دشمنان نهضت، تا مخالفین، تا برخی از برادران و خواهران داخل نهضت، این همه به یک چیز دلالت میکند: نهضت اسلامی تاجیکستان پس زنده هست، پس قوی هست، پس در صحنه هست و پس برای ملت ضرور است. تمام این آوازه و تنقیدهایی که نهضت ضعیف است و تمام شده است و کشتی شکسته است و اینا، همین بحث‌ها، همین تنقیدها، همین مبارزه ها برای عضو ریاست عالی شدن، رئیس حزب شدن، حتی اعضای حزب شدن، بیانگر آن میکند که خدا را شکر نهضت اسلامی تاجیکستان برای این ملت لازم بوده است، نهضت زنده بوده است و نهضت در صحنه بوده است. تشکر استاد، سلامت باشید. امیر بفرمایید. امیر هستید؟ تو آماده شدنی امیر هموطن یاد دارید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. صدا خوب هست؟ صداتون هست. ببخشید من به برنامه دیرتر وارد شدم و نه محتوای برنامه رو نمیدونم. در اینجا فقط محاکمه حزب و رئیس حزب است یا که سوالهای عمومی دادن ممکن؟ نه، هر چی سوال میخواهید و میخواهید که به همین سوالتون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان جواب دهند، بفرمایید. این طور باشد. خواهشمندم محترم کبیری، با محترم کبیری من چند سوال مهمی بیرون از حزبی دارم. خواهشمندم به من این سوال‌ها جواب میدادن بهتر میشد و این سوال‌ها رو البته مینویسوندن، چون که یک چند سوال دارم. نه فقط خواهش میکنم ایف کم باشد. از کوتاه سوال یکم، چون خیلی دوست اینجا برنامه هستن. البته خیلی کوتاه. به همگان معلوم است و اینجا
شبهه جای دیگر نیست که انتقال قدرت در جمهوری تاجیکستان آغاز گردید و بواسطه دلیل بواسطه این سفر رستم امامعلی به مسکو و واخوردن با پوتین و دیگر شخصان رسمی بود. با اندیشه کبیری انتقال قدرت چگونه صورت میگیرد با یگان سبب پیش از مهلت رفتن رئیس جمهور یا که موافق کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان یا که پیش اعلان نمودن انتخابات پیش از مهلت و در این رابط اگر که امامعلی و رستم امامعلی به سر قدرت بیاید به اندیشه شما یگان تغییرات ها می شوند یا نه؟ به اندیشه من چنین است که الکی پوتین شرط های خود را برای اعتراف کردن رستم امامعلی به گردن رستم بار کرد و اکنون انتظار فقط قبول آن است که به سر قدرت آمدن رستم. سوال دوم همگان البته شما این را در نظر دارید تحلیل میکنید به واسطه این سوال بنهایت وزنین است. این روز دیروز ما شاهد آن بودیم که بسیار ضربه های مدفوع اوکراین به فدراسیون روسیه رساند، از آن جمله بمبارداژهای استراتژیکی را یک قسمش را نیست کرد و چند راه آهن را ترک کردند. در روزهای اولی که پیش از بمبارداژها را ترک کردند، هنگام ترک کردن راههای آهن و کوپروک‌ها روزهای اول گفتند که یکی از تشکیل کنندگان یا اشتراکچیان این حمله ترکیش راه آهن مهاجر باید باشد که در جستجو قرار دارد. البته ما می‌دانیم که زمینای از همه سلب زمینو به طور گویا مهاجران هستند و البته در اینجا مهاجران را گناهکار خواهند کرد. نظر شما در این مسئله چگونه است؟ سوال سوم بواسطه ببخشید سوال بسیار دارم ولی همین خیلی نشده اقلا ثبت کنید و اگر جواب بدهید. سوال سوم این بواسطه گفته شنیدی بین ایران این حکومت برادر و همخون ما با ایالات متحده امریکا آیدی غنی‌گرداندن ایران و عموما یراق‌های اتمی بمب اتمی سرکشی کردن ایران از و امروز چیزی که معلوم گردید ایران علاقه سرکشی کرده است از پیشنهادهای امریکا. عاقبت این را شما چی میبینید و آن واقعی که پوتین با تهران کرده ایستاده است نتیجهش به فکر شما چی خواهد بود؟ سلامت باشید. استاد خواهش میکنم مختصر جواب میدادید چون که در نوبت خیلی ها زیاد شدن، در واتساپ هم خیلی سوال های زیاد اومده است. کوشش میکنم اما اون سوال قبلی رو من مفصل جواب دادم برای اینکه فکر میکنم اون سوال در ذهنی بله من هم شما رو نبریدم چون که بعضی سوال هایی که اینجا بود مختصر کرد. بله خب ببین برادر عزیز چگونه انتقال قدرت در تاجیکستان صورت میگیرد؟ آنه که انتقال قدرت صورت میگیرد و رحمان به جای خود پسرش رو آماده کرده است دیگر در این جای بحث و سوال نیست. اما آیا این میشود یا نه معلوم نیست. یعنی حالا اونا نقشه دارن، نقشه میکشن، باز خداوند نقشه خود رو میکشد و باز کی میدونه شاید در دالانهای حکومت دیگران هم هستن که نقشه میکشن یا ملت هم یک نقشه خود رو دارد، هر چی شدنش ممکن. اما حالا اگر خود نقشه امامعلی رحمان رو در نظر داشته باشیم، آیا اون تا آخری، تا مردن یا تا کودتا، تا از بین رفتن، تا قیام مردم خودش پرزیدنت میماند و بعد فکر دارد که بعد از رفتن و یعنی از حیات و زندگی رفتن فرزند رو آماده کرده ایستاده است میارد
این میتواند یک سناریو باشد. یک سناریو دیگه میتواند سناریوی ترکمنستان شود که خودش یکی از مقام ها یا سمت های مثلا پارلمان رو میگیرد، جای عوض میکنن با پسرش و با داشتن بعضی صلاحیت ها، اگرچه علاقه طبق کنستیتوسیون عمل کننده خودش همچون پیشوا یا لیدر البته برای ما در ناخونک است، صلاحیت های خیلی کلانتر از پرزیدنت هم دارد. این هم یکی از سناریو هست. اما من شخصا فکر میکنم که احتمال زیاد است که این کار صورت نگیرد، مگر اینکه همین سفر اخیری که با کرمل شده بود رستم امامعلی و قبول پوتین هم این یک پیام بود. اصلا چرا پوتین رئیس سنات یا مجلس یک کشور را قبول کند که اصلا سطح برابر نیست. اما همونطوری که قبل از انتقال قدرت در ترکمنستان سردار بردیمحمدوف را قبول کرده بود و بعدا او پرزیدنت شد، یعنی تایید کرد، پذیرفت، مثل که یک نفر رو میبرن به نمایش به ویستافکا به نزد خوجین، به نزد صاحب و خواجهش، او میبیند، میسنجد، میگه این طرف اون طرف حرکت کن، گپ زن، من ببینم صدایت رو، قد و قامتت رو، نشستنت رو، وعدهات رو چیکار میکنی، بعد اوکی یا دبرو میتید، بعد اون میشود پرزیدنت یا رئیسی به نام رئیس جمهور، ولی عملا عملی کننده یا اجراچی خواهش ها، سپارش ها و منفیت های یک کشور دیگر. خب وقتی که در قزاقستان پرزیدنت عوض شد، توکایف نرفت اول پیش کرمل از آنجا دستور بگیرد، اجازت بگیرد. برای همین است که گاه گاه بعضی موقعگیری های مستقلانه همچون پرزیدنت یک کشور میکند یا میرزیایوف. اما سردار بردیمحمدوف که دعای پیر گرفتگی است یا دست پیر، این صلاحیت و این جسارت و این استقلالیت را ندارد و من میترسم که این دعوت و این نوار و این صحبت به همه خاطر بود که با رستم امامعلی پیام بدهند که همون طوری که پدرت را ما تعیین کردیم در نتیجه جنگ شهروندی و تا امروز سپارش‌های ما را اجرا میکند، بدان که خودت هم که پرزیدنت شدی، تاجیکستان باید که از دایره منفیت‌های روسیه بیرون نبرد. اصلا ببینید تاجیکستان کشوری نیست که در دراز مدت هم هر کی هم پرزیدنت شود از دایره منفیت‌های کلان کشورهای همسایه بیرون رفته تواند، مثل چین، روسیه، حتی همسایه آسیای مرکزی. این برای تاجیکستان خودکشی میبود. اما تا این حد غلامی و سرخمی و وابستگی هم نه زیبنده و سزاوار ملت و کشوری ما هست، نه به منفیت کشوری ما هست. در یک تفاهم با رعایت منفیت‌های دو طرفه، مثل که ازبکستان، قزاقستان، حداقل مثل که قرقیزستان کرده ایستاده است، باید در تاجیکستان هم این سیاست باشد. بنابر همین من خیلی افسوس میخورم که پرزیدنت تاجیکستان را مثل گذشته رهبران یک کشور همسایه تعیین میکنند و این برای رستم امامعلی بسیار یک آینده بد خواهد بود. چرا؟ چون پدرش به هر صورت در نتیجه جنگ با کشتار و با غارت و با سرکوبگری حکومت را اداره کرد. اگر رستم امامعلی بخواهد که در آینده در اساس قانون، همدیگر فهمی و با تکیه به ملت، با همه بخش‌های ملت، با اپوزیسیا، با احزاب سیاسی، با همه نمایندگان دین، اقلیت‌های ملی و منطقه‌ای اگر کشور را مدیریت کند، باید از ملت وابسته باشد، نه از رهبر یک کشوری همسایه. اگر میخواهد که مستقل باشد، باید که با ملتش زبان پیدا کند. اما اگر نه سیاستی پدر را دوام بدهد، این را بداند که نه ملت این را دیگر اجازت خواهد داد و نه خودش مثل پدر اون ویژگی های زمان جنگ را دارد که در زمان جنگ پدرش آمده بود با کشتار و با اینها و این را تا امروز دوام داد. رستم امامعلی اگر که میخواد مثل پدرش حاکمیت کند، مجبور میشود که باز 250-300 هزار تاجیک دیگر را قتل عام کند، باز به منطقه های دیگر لشکر بکشد، مثل که به بدخشان و به کلاب و به رشت لشکر کشید، که این برایش دیگر یک حتما یک عاقبت بد خواهد داشت. خب درباره ضربه های اوکراین، ببینید اوکراین اثبات کرد که واقعا یک دولت مستقل است، ضعیفتر از لحاظ نظامی اقتصادی از روسیه،
اما با جسارت، با یعنی داشتن اون هویت ملی و خوشا به حال چنین ملت. واقعا من آرزو میکنم که ملت تاجیکان به همین حد برسد که اجازت ندهد که یک ابرقدرت بالای او سیاست‌های خود را تحمیل کنند. حالا عاقبت چی میشد معلوم نیست، اما انیق است که دیگر روسیه به اون هدف اولش که میخواست تمام اوکراین را ضبط کند به آن نخواهد رسید و شاید در یک توافق به یک نتیجه برسند و شاید مقصد من چنین بود. میبخشید سوال من این معنا را داشت که پیامد این برای مهاجران مهنتی هر آنچه که بود. من به همین میآیم، به همین سوال شما که گفتید یک مهاجران را گناهکار کردن. اصلا ببینید خودتون درست گفتید که مهاجرین با خصوص مهاجران تاجیک از همه حلقه ضعیف در روسیه هستند، به صاحب و هر وقتی که خواهند تاجیک را متهم کنند کراک و سیت را به دوش اون میزنند، ترکیش رای آهن را به دوش اون میزنند و باز از همه بیشتر تاجیک را به جنگ ضد اوکراین میفرستند. یعنی تاجیک تبدیل شده است به گفت خودی روس‌ها پوششنه میاسه، این طرف برای رحمان، این طرف برای مقامات روسیه. عاقبتش برای مهاجرین تاجیک خیلی خیلی بد خواهد بود اگر مهاجرین تاجیک بر نگردند به وطن و به یک شکل باید که درک کنند که اگر به وطن بر نگردند، وطن رو آزاد نکنند، خودشون در وطن صاحب جای کار و وطن و کشور نشوند، تقدیر مهاجر تاجیک این است: یا در جنگ ضد اوکراین یا باز احتمال دارد که روسیه ضد کدام کشوری بالتیک و اینا جنگ اعلام کند، در اون جنگ ها کشته می شوند، یا همیشه در روسیه در یک حالت ترس و نگرانی و به امنی زندگی خواهند کرد که امروز یا فردا را دپورت میکنند. حتی یک شهروند تاجیک روسیه، این شهروند روسیه ولی تاجیک، حق ندارد که صاحب منزل شود. شما اون عائله تاجیک را دیدید که در قطار دیگر اساس قانون منزل دادن، هم منزل را از او گرفتن و هم به دادگاه کشیدن و دپورتش کردن. این است جایگاه حقوق یک تاجیکی که شهروند روسیه است. بنابراین باید مهاجرین ما خوب درک کنند، خوب فکر کنند و تقدیر و آینده خودشون را تصمیم بگیرند. درباره ایران و امریکا من تخمین میکنم، البته غیب رو هیچ کس نمیداند، اما تخمین میکنم که بالاخره ترامپ و آقای خامنه‌ای هر دو زبان میابند و یک سازشنامه مثل همون برجام 2 امضا خواهد شد و به شکل از این قضیه بیرون میروند. چرا؟ برای آنکه نه رهبریت ایران جانبدار تنش و بحران هست، نه رهبریت امریکا. ترامپ تلاش کرده است که خودش را همچون یک صلح آفرین معرفی کند در خاورمیانه، در اوکراین، در بحث با ایران، حتی در طالبان، نسبت طالبان هم چندان فشار نآورده ایستاده است. حتی وقتهای اخیر علیه حکومت اسرائیل هم بعضی موقع گیرا کرده ایستاده است. بنابراین من فکر نکنم که ترامپ دست به یگان اقدام جدی به مثل جنگ یا هجوم بزند و رهبریت ایران هم اینقدر تجربه و درایت و آگاهی دارند که کار را به حد یک تنش و برخورد رویارو با امریکا نکشانند. احمد سلامت باش. تشکر برادر. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم سلام. برادر شوکت آوازتون نیست. بفرمایید. برادر محیدین کبیری، شما و سلام. بفرمایید. همین حکومت رحمانوف زندان شدن همین نهضتی ها رو یا که زندان کردن نهضتی ها رو در یک روز سر کرده، در یک روز تمام نکرد. مثلا در وقت طولانی دوام کردن زندان شدنی های و زندان کردنی های ظلم و ستمی امام علی. برای چی در یک آنها یگان حزب نهضت اسلام یگان وای نشانه داد مقابلیت یا که ناراضگی؟ نه، ما مقابله نشان دادیم، ناراضگی نشان دادیم، اعتراض کردیم،
یعنی حتی وقتی که در داخل تاجیکستان بودیم این بازداشت‌ها شروع شدن، تخریب بناهای حزب شروع شدن. شما یک بار بروید گوگل کنید، تمام اظهارات ها، تمام اقدام های ما، شکایت های ما به سود، به دادگاه ها و سازمان های بین المللی به خاطر همین بود. درست که نهضت اسلامی تاجیکستان که الکی سلاح را سپاریده بود و ما دیگر دست به یگان اقدام نظامی زده نمیتونستیم، برای که دیگر سلاح نداشتیم. مجاهدین ما الکی رینتگراسیون شده بودن به ساختارهای قدرتی و آنها خلع سلاح شدن، یک قسمش زندانی شده بود، یک قسم دیگر هجرت کرد و نهضت اسلامی تاجیکستان اگر سلاحش را نگه می داشت انیق که رحمان جرأت این کارها را نمیکرد. اما چیکار کنیم که دیگر ما باور کردیم، وقتی میگم ما منظور نه که من چنین تصمیم گرفته باشم که اون وقت من تنها بعداً عضو ریاست شدم، حتی معاون هم نبودم. یعنی در سال 97 این سازشنامه امضا شد، تا سال 2000 الکی این قضیه تمام شده بود. ولی ما باور کردیم به این صلح، به این وعده ها و سلاح را سپاریدیم و بعد از اون امام علی رحمان دست به چنین خیانت زد. ما تمام اعتراض و تلاش خود را در چارچوب قانون ها، در چارچوب معیارهای بین المللی انجام دادیم. از این بیشتر برادر عزیز دیگر از دست ما یگان کار نمی آمد. نه تنها از دست ما، از دست دیگر احزاب هم. وقتی که رهبران حزب تاجیکستان نو را زندانی کردند، زی سعیدov را، رهبر حزب دموکرات را، دو رهبر حزب عدالت و ترقیات را که اونم در زندان، معاون رئیس حزبش گذشت از دنیا. خب در شرایط سرکوب و کشتن و غارت از این بیشتر دیگه چی کار کرده می شود؟ بنابراین همین شما درست میگید که این در یک روز نبود، اما این قسمت آخر رو واقعا در یک روز شد. یعنی بعضی برادران تا روز 15 اصلا باور نداشتن که زندانی میشوند. چرا؟ گفتن ما چی گناه داریم؟ همین حس بیگناهی برادران ما را فریب داد و به تمام سپارش و خواهش ما از بیرون که تاجیکستان را ترک کنید، برادران یک جواب داشتن: اگر ما تاجیکستان را ترک کنیم میگویند که گناهکاران گریختند. ما به خاطر آن که اثبات کنیم که گناهکار نیستیم در همین جا میستیم. اما همون شب که وقتی که معلوم شد برای خودشون که الکی دستگیر کردن و حبس کردن آغاز شد، خیلی ها تلاش کردن بیرون رفتن، خیلی دیگر رو متاسفانه زندانی کردن که دیگر فرصت نشد. خب بعد برادر چرا بعدی پروتکل 3220 رو امضا کردن که این واقعا قانونشکنی بود؟ مقابلیت نشان ندادید. ببینید برادر عزیز، من مردم تو حتی ما میدونم که در یک جلسه نشستی نهضت یک جوان اشک ریزاند که تا کی باید صبر کنیم. بله 100% نه یک جوان بلکه ده ها جوان ها اشک میریزوندن تا کی ما صبر کنیم، جهاد رو باید از نو شروع کنیم، مبارزه رو از نو شروع کنیم. و این صداها بود، این پیشنهادها بود. اما وقتی که ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مسئله را بحث و بررسی کرد، ما فقط با یک دلیل: ملت بار دیگر وارد جنگ شهروندی نشود و این را باید صبر کرد و این قتل و کشتارهای مردم بیگناه را باید پیشگیری کرد. تنها همین چیز بود برادر عزیز. یعنی شما فکر میکنید که اگر ما دوباره بدون سلاح، بدون آمادگی دست به یگان مبارزه مثلا دیگر میزدیم، آیا فکر میکنید که وضعیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از این بهتر می بود؟ من فکر میکنم که کشتار بیشتر میشد، زندانی های بیشتر میشد و همین وضعیتی که الان ما همگی 300 نفر در اول زندانی داشتیم، حالا شماره کمتر شد. مطمئن باشد که اکثریت زیادی اعضای حزب و نه تنها اعضای حزب بلکه شاید ده ها صدها هزار هموطنان ما باز قربانی میشدن و حزب به یک حالت دیگر میشد. من فکر میکنم که این راه حل نبود و رهبری، نه تنها رهبری، یک رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، تمام ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تصمیم گرفت که ادامه مبارزه را، مقاومت را، تلاش را، شکایت را با همون راهی که ما انجام دادیم باید که پیش برویم. از آن جمله همون برادران زندانی. ببینید وقتی که آخران جلسه ریاست عالی حزب را
ما برگزار میکردیم. من در استانبول بودم و برادران در منزل من جمع شده بودن. ما آنلاینی ویدیویی جلسه کردیم و من خیلی خواهش کردم که برادران عزیز یا من برمیگردم به تاجیکستان یا شما بیرون بروید. خواهش کردم، دستور دادم. برادران گفتن که بالای ما فشار نیار، شما یک نفر هستید، درست که رهبر حزب هستید اما یک نفر هستید، ما یگان گناه نکردیم، در همین جا می ایستیم، مبارزه مصالحت آمیز خود را برای حقوقایمان ادامه میدهیم. و اونو ایستادن. این انتخاب ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود. اگر این تصمیم اشتباهی بود، پروردگار همون طوری که در حدیث ها آمده است انشاءالله که یک اجر به اعضایان ریاست عالی برای این اجتهادشون عطا خواهد کرد. اما اگر خطا می بود، اما اگر اجتهادی درست بود، شاید این انتخاب تصمیم درستتر همین بود. انشاءالله که طبق همین روایت 2 اجر برای اعضایان ریاست عالی حزب خواهد بود. چرا؟ برای آنکه نیت رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، اعضای ریاست عالی، تنها و تنها خیر ملت، خیر اسلام، خیر مردم شریف تاجیکستان بود. تنها خیر حزب نه، خیر همه کشور بود. تشکر زیاد. زیدی رحمانوف بفرمایید. زیدی رحمانوف بفرمایید. هستید زیدی رحمانوف؟ ملتی بیچاره، ملتی بی صاحب بفرمایید. نوم عجیب. السلام علیکم. السلام علیکم. و علیکم السلام. صداست در برنامه. و علیکم السلام. صداتون هست؟ خوب است؟ بفرمایید. خیلی خوب است که در برنامه هستیم. یکم باره که با این دوستو موندی که برید در علاقه هستم، کمتر خواهش میکنم آدم که در аудитория هستن когда чики здоровье позволяет начать. Чего гуфтанем? Мана якантар чан капас бушкас тамошо газу устод як сухани гуфтан ки мо бояд як намуд инқилоб бикунем ки на ба яруқ на ба ягон чи дига бошад. хеле мисол аки дари вақти замон ҳо розием, не ки дар байни 35 36 сол 33 сол ки Раҳмонов ба яруқ ба ҳама чи халқ нест нобуд кард, халқа дар замин зад, халқа кушт, халқа маҳкам кард. мо бояд раҳми накунем ба дига. раҳми мо бояд кали нашава. мо чизе ки ай даст мо меояд, бояд озодӣ миллат, бояд озодӣ ҳамин чи шава, ватан шава. Дига ин хеле гап хати, ин хеле бояд ай дигара фаҳмонда ва ин кора намеша. Не чизе ки ай даст мо меояд, ҳамон кор бояд мо миллата чиро озодӣ кунем. барои ки дар байни 30 чанд сол Раҳмонов грамм як грамме ки раҳм ба миллати худаш накард. мо постоянно ҳар баромада дилсӯзӣ мекунем. о миллат ин кора накунем, ин кора накунем, не ин кортон нотуғуриа, ягон гапи безеб накунем, ягон чиро мисол дар дастон нагирем, залал наёрем дар миллат. залале ки Раҳмонов овард, ага ира ки ҷавоб метиҳад дар байни 30 чанд сол? конечно Раҳмонов, оилаи Раҳмонов ҷавоб метиҳад. мефаҳмем ҳо. не ки агар Раҳмонов 30 чанд сол ки раҳме накард, халқ дигар раҳме надорад. халқ уже ай ҷону ай хуни чиз гузаштагӣ рафтагӣ. 1,5 миллион тоҷике ки дар территорияи российска, дар территорияи России байни где-то 25-28 сол шид муҳоҷирӣ кардааст. дами ҳамин қадар ман мехонам медонам, дами 300 чанд ҳазор дар байни 20 чанд сол мурд рафт. дами где-то фикр кунем 9,000 чанд каш дар территорияи Украина. кира ҷавоб метиҳад? то кай мо дилсӯзӣ мекунем, мегардем, то кай мо не халқ хаб кунем, мардуми кора накунем, мардум кора накунем ки залал ба миллат мешавад. бояд нашава. халқа бояд, миллата бояд даст я намуд атмосфера, мисол я намуд чикана ки миллат бояд бихеза. хеле ки даст кор меам ки бояд бихеза. дига ин кора намеша ки хаб кунем, мо ин кора накунем. оя бояд магон даст кунем дар ин кори хунрезӣ накунем. Не ин гап кора мегзарад. шие ки ҳамун Раҳмонов омадагай, мо ҳамон хе бояд ҳамин диктатор ай байн барем. خیلی گپی خوب کتی در یگان جا توقعی نمی‌گفت. ملت در بین 30 چند سال نیست نمود شد. پسترین در روی زمین، ای همه پسترین در سرید از مویم. یگان کار نکرد Раҳмонов.
فقط ظلم ظالم کشت و فرو ملت رنگ بیزنس کرده است. ایره کی جا سومیته نشمون نمون نایشگاه فقط ما بخمون مثال کاری خمون چی خمون از شک کدا میگردیم در همه جا красиво گپ میزنیم نه که یگونش گفتن نمیتونه سریوزن که می خلق مثال یا نمود атмосфера مثال یا نمود چیکار در کل که خلق باید بیدار شو بخیزن ما همه وقت دلسوزی کنیم بود دلسوزی کنیم کلی یا ورگی ترسونچی یا ورگی اکشنی یا ورگی می یا اون کارمون پیش نمیروه و باید خلقا رنگ مردا گوره چه دست کارمون بخیر بزنم تموم دیگه وقت نیست هیچ کارای شده در این موجود در روسیه کو در عقل آدم توری نمیره دیره کی جا سوم میشه کنش نشمون نمون نایشگاه رحمان ویروس پاک میره اولادش جا میشه وقت ساعت گذشته رفته استم و پروس دلسوزی کرده استم یگون کار دیگه دست ما نمیدسته سوال هست برادر عزیز نه تمام بس سلامت باشید سلامت باشه برادر عزیز. ببین برادر عزیز هزار رحمت بر پدر و مادرت و من یعنی واقعا از این صحبت شما اگرچه صحبت نسبت من انتقادی بود و همون تاجیکی اگر بگیم راحت کردم و خدا را شکر میگم که مثل خودت برادری زنده بیدار جسور آگاه در ملت تاجیک وجود دارد. مطمئن باش که هزارها نفر همین حرفی که خودت گفتی درد دلی صدها هزار جوانمرد تاجیک است و همه منتظر همین ساعت هستند منتظر همون لحظه مبارزه هستند. هر آن چیزی که من درباره مبارزه مصالحت آمیز بدون ریختن به میدان بدون مبارزه جدی گفتم این ربط دارد به زمان تاجیکستان به اون وقتی که واقعا هم ما به این باور بودیم که هنوز هم تلاش های لازمی حقوقی دیپلماتی و سیاسی را تا به آخر انجام ندادیم که بعد بگیم که تمام دیگر با امام علی رحمان با این حکومت با زبان دیگر گپ زده نمی شود و باید دست به یک کاری جدی زد. ما به این باور نبودیم فکر کردیم که هنوز هم بعضی کارهای دیگر را انجام ناداده باقی مانده. امروز برادر عزیز تقریبا 2 یا 3 سال می شود که من در تمام صحبت‌هایم در تمام ملاقات‌هایم چی در آنلاین چی با سفیرها چی با سیاستمداران اروپایی و خارجی چی با رهبران حزب و حرکت‌ها درباره یک موضوع صحبت میکنم که ملت تاجیک اپوزیسیون تاجیک تمام مرحله‌های مبارزه دعوا شکایت‌های دیپلماتی سیاسی حقوقی را گذشت انجام داد. بالاترین مرحلهش مراجعت ما به سود انسانی تاجیکستان از بالای پروتکل 3220 مراجعت ما به سازمان ملل متحد و این رزولوسی‌های بیشمار سازمان ملل متحد و حالا بالاترین دعوای ما سند ما این رفتن پرونده رحمان و همراهانش به دادگاه بین المللی است. دیگر ملت تاجیک چیکار کند؟ صبر کرد دعوای سودی کرد به سازمان‌های بین‌المللی شکایت برد تمامی سندها و فکت و رقم را جمع آوری کرد اینا هیچ کدامش نتیجه ندادند. آیا اکنون ملت تاجیک طبق ماده 51 استوی سازمان ملل طبق آرمان‌های ملت تاجیک و طبق تمام معیارهای بین‌المللی که برای ملت افغان برای ملت اوکراین برای تمام ملت‌های افریقایی و آسیایی جایز است که علیه دیکتاتور علیه غاصب حاکمیت در کشورش مبارزه برد با تمام راه از آن جمله با استفاده نیرو اگر دیگر راه‌ها نتیجه نداده باشد آیا برای ملت تاجیک برای همه حلال و برای ملت تاجیک حرام است؟ ملت تاجیک چی گناه کرده است که همون کار برای ملت افغان اجازت است که سلاح بگیرد؟ هیچ کس جبهه مقاومت افغانستان را با رهبری احمد مسعود تروریستی نمی گفت است و ملت تاجیک باید بترسد که کدام کشور کدام سازمان یا امام علی رحمان او را تروریست اعلان میکند. امام علی رحمان به این هم ملت تاجیک را تروریست کرد تروریست اعلان کرد. تمام سازمان های دنیا از روی خط تاجیکا پر است از اینترپول شروع کرده تا سازمان های آدکبه و شنخه اینها.
پس برادر عزیز، من اگر صحبت‌های مرا توجه کرده باشید، در تمام ملاقات‌های خودم با سیاستمداران خارجی، دیپلمات‌ها گفته ایستادم که اکنون ملت تاجیک تمام این مرحله را طی کرد، اثبات کرد که یک ملت صلح خواه است، مصالحت آمیز است. اپوزیسیون تاجیک هم این را اثبات کرد. هیچ کس دیگر حق ندارد که از این به بعد اگر ملت تاجیک دست به یک مبارزه جدی زد، یک نفر ملت تاجیک را، اون ملت چی در داخل کشور است، چی در افغانستان است، چی در سوریه است، چی در نقطه های دیگر، او را تروریستی اعلان کنند. اگر تروریستی یک مرتبه چی 10 مرتبه هم اعلان کنند، دیگر ملت پروای این باید نداشته باشد. اما برادر عزیز، با گفتن مبارزه جدی آغاز نمی شود. مبارزه جدی چی می خواهد؟ یکم آمادگی، همکاری، هم آهنگی، تمام نیروهای پراکنده ملت، چه در افغانستان هست، چه در سوریه هست، چه در داخل تاجیکستان هست، چه در روسیه هست، چه اونهایی که در اوکراین می جنگند و چه کسانی که در اروپا هستند، در ترکیه هستند، در تمام دنیا باید به سر یک مقصد بیایند. مقصد چه هست؟ آزاد کردن ملت از دست این غاصبان با تمام راه‌های مشروع، از آن جمله مبارزه با استفاده نیرو. برای چی؟ برای آنکه استفاده نیرو را هم سازمان ملل، آیین‌نامه سازمان ملل اجازت می‌دهد، در صورتی که حکومت دیگر تمام راه‌های مبارزه مصالحت آمیز را برای یک ملت بسته باشد و هم تمام معیارهای بین‌المللی و هم این دیگر انتخاب خود رحمان بود که ملت دست به این کار بزند. اما کی ما به این مرحله میرسیم؟ باز تکرار میکنم که این مرحله بسیار جدی هست. با این گفتن در شبکه ها و در رسانه ها نمی شود و نباید در اینجا گفته شود. یک کار جدی، یک کار واقعا هم نتیجه دار. یک رهبر نباید در این باره در شبکه و رسانه ها گپ زند و این رو رکلام کند. رهبر باید که این نیت را، این دست باز را و این آمادگی را برای ملت اعلان کند. اما تمام مرحله های دیگر باید در یک حالت خیلی آرام، دور از رسانه ها، با آمادگی جدی باید شود و من فقط این مژده را، این بشارت را به یکایک شما برادران عزیز، از آن جمله به خودتان برادر جسور و آماده میدهم که ملت دارد به این مرحله نزدیک شده ایستاده است و وقتی که من میگویم ملت نزدیک شده ایستاده است، نیروهای ملی را گفته ایستادم. اونهایی که واقعا جدی دنبال این فکر هستند، چون بخصوص کسانی که مثل ما تمام این مرحله ها را گذاشتیم، الان دلیل داریم در دست خود که دیگر جز این راه برای آزادی ملت راه دیگر باقی نمانده است. پس برادر عزیز آماده باشید، منتظر باشید و خدا کند که در آن روز مبارزه شما را در پهلوی خود و خود را در پهلوی شما و این همه برادران را در پهلوی یکدیگر ببینیم. و همون شاعر که من دوست می‌دارم، همیشه اون را تکرار میکنم، این باید برای ما یک مثل شعار باشد که آن نه من باشم که آن روز جنگ بینی پشت من، آن منم کاندر میان خاک و خون بینی سره. هر کی جنگ آرد خب دوام شعر حالا فراموش کردم، ولی ما از کسانی باشیم که اون روز ننگ، روز مبارزه، ما خود را بگذار در بین خاک و خون بینیم، اما نه در پشت یکدیگر رو بینیم، بلکه سینه یکدیگر رو، چهره یکدیگر رو. من به شما این بشارت رو میدم که ملت آهسته آهسته این آمادگی رو دارد و این روزهای دشوار، این اختلافهای خرد و ریزه، این بحثایی که الان هست، این شکر رنجشایی که در بین برادرها هست، دیر یا زود حتما راه خود را، حل خود را پیدا خواهد کرد. و من با استفاده از این فرصت یک نکته را هم بگم. ببینید برادران، تا امروز من به برادران در کمیسیون تفتیشاتی حزب نهضت خواهش کردم، سپارش دادم که تا 1 ایون هر چی بود، هر کس نظامنامه را ویران کرد، خب نمیدانست، والا شاید نخوانده بود، با هر دلیل دیگر همدیگر را بخشیدن در کار، به گذشته صلوات.
ولی باز امروز میگم که نه تنها تا 1 ایون، چند روز بعد عید است، عید سعید قربان، عید اضحی، و این عید واقعا بخشش و گذشت از خود است و هم قربانی هم به همین خاطر است و به همین خاطر هم عید قربان نام دارد. ما برادران کمیسیون تفتیشات را گفتم که شما یک لایحه قرار آماده کنید برای ریاست و هم به شرافت عید، هم به این آمادگی و سعه و صدر و همدیگر بخشی، همه کسانی که اشتباه کردند، چه از من سر زده باشد چه از برادران دیگر، همدیگر را ببخشیم، همدیگر را حواله همه را به پروردگار کنیم، از خود سعه صدر نشان بدهیم و فراموش کنیم یا هیچی نشد، هیچ چیز نبود، تمام شد دیگر. و بعد از عید یکدیگر رو که تبریک کردیم، بعد از دعا و طلب استغفار و بعد از همه این روحیه عیدانه برگردیم به فعالیت خود، به نظامنامه و به قرارهای خود و در اطراف حزب، هدفهای حزب، ریاست حزب، رهبریت حزب، نهادهای حزب جمع شویم و واقعا هم ملت از ما این رو انتظار است. ملت از ما دیدید این برادر چی گفت، این تنها یک انتقاد خالی به رهبریت و به نهضت نبود، این درد ملت بود، این صدای دل ملت بود. به خاطر این صدای دل ملت من دعوت میکنم از همه برادران، بخصوص از مسئولین حزب که این لایحه قرار ریاست عالی را آماده کنند و ما بعد از عید وارد یک مرحله دیگر شویم. اگر برادران این را پذیرفتند و با همین روحیه وارد این مرحله جدید شدند، خداوند انشاءالله که اجر و ثواب را خواهد داد. اما اگر باز هم با هر دلیل، با هر یک نمیدانم اعتراض، اگر باز همین مسیر ادامه پیدا کند، باور کنید نه در نزد پروردگار، نه در نزد ملت، نه در نزد وجدان ایمان خودمان دیگر یگان دلیل و یگان سفید کردن وجود ندارد. خداوند نگهبانتون باشد. تشکر زیاد. اگر حالا نمیدونم چقدر وقت داریم و دوام میکنید، چون حالا استاد همین قدر نوبت زیاد است که چندین سوال به من اومدگی است، دلم نشوده شده است مردم بگویم که شما یکدم پایده ایستید، من این سوالایی که اینجا هست بدهم. حالا ما شاید ببینید شاید که 2 ساعت با همین یک نوار در راه بودید، شما را خسته کردیم. واقعا پیش از برنامه که خسته بودید، نو از راه اومده رسیده بودید، اما خواهش میکنم یک چند دقیقه دیگر تا اینکه مردم سوالهای خودشان رو بدهند، چون همه تشنه صحبت شما است و دیده می شود که خیلی ها سوالهای زیاد دارند. فقط خواهش کنیم دوستان عزیز که مختصر سوال دهید و از شما هم استاد خواهش میکنم که جواب هم مختصر باشد. دوشنبه شما ویدیوتون رو خاموش میکنید یا همین خیلی سرتی هم؟ دوشنبه 001 گپ میزنید همین خیلی؟ لطفا ویدیوتون رو خاموش کنید، بعد مونم، چون که شما خودتون رو پنهان کردگی هستید، تنها نوار است. هستید همینجا دوشنبه؟ مثل که بگم برادر دیگر نوبت بگید. برادر شوکت جان، من پیشنهاد دارم که اما بعد ما این گونه اگر واقعا ضرورت هست من در خدمت هستم و حالا البته شاید هر هفته نتوانیم، اما حداقل ماه یک بار با مردم همین صحبت روبرو مستقیم داشته باشیم و اعتراض و انتقاد مردم رو بشنویم. ولی خب دیگر امکاناتی در یک روز همه صحبت ها رو کردن نیست، برای اینکه واقعا 2 هفته در سفر بودیم، چندین کشورها پای هم و حالا دیگر اگر برادران قبول کنند که چند دقیقه دیگر باشیم من درک میکنم، ولی حالا در خدمت هستیم. چند سوال دیگر رو هم بشنویم. تشکر. محمد بفرمایید. برکاتو. استاد محترم برادر شوکت جان، الله نگهبانتون باشه. من سوالای مرا مردم داد، همین سوالای تیار کردگی مرا مردم داد، من جوابش گرفتم. ای محترم استاد، خیلی
ای فرصت مناسب برده تبریک و مبارکباد میگیم. ایدوی ای پیش میمانده خطی تبریک میگیم. بخشش وقتونه نمیگیرم. من سوالای داشتم ما جوابش گرفتم. مثلا شرط نیست که بگم همون سوالای. سلامت باشید. تشکر زیاد. سلامت شما را هم باشید. برادر عزیز تبریک میگویم و شاید برادر شوکت جان من باز فردا سفر میبرایم، یک دو کار عاجل برآمد، حتما سفر کردم در کار. من میترسم که در این سفر شاید نتوانم تبریکات عیدانه به مردم داشته باشم. با استفاده از این افیر شما، از این فرصت، همه ملت را، مردم عزیز را به فرارسی عید سعید قربان تبریک میگم و از خداوند برای شما تنصیحاتی، دسترخوان باز و فراوان و قبول عبادت ها را تمنا دارم، بخصوص برای زندانی های سیاسی امان، برای برادران و خواهران مهاجرمان، هر چیز زودتر آزادی و هر چیز زودتر بازگشت به وطن را تمنا دارم و امیدوارم که در نمازهای خود در حق ما، در حق برادران مبارز هم دعا را فراموش نخواهید کرد و عیدتان مبارک باشد. اما اگر شرایط شد و فرصت داشتم حتما یک تبریکات ویژه خواهم کرد. اگر شرایط نشد در راه و مسیر باشیم، پس عذر ما را بپذیرید و حالا با استفاده از این فرصت این تبریک را خدمت شما عرض کردم. رحمت. من شما با رهبر شدنتون هم تبریک کردم، با اومد ایدم تبریک کردم. برای انتخاب چند باره رئیس حزب تبریک نه و تسلیت عرض کنید. برای کاری آسان نیست، بخصوص در این شرایط و در زیر این همه حجمی تنقید و فشار و ناراضگی و اعتراضای مردم. ولی دعاگو باشد که پروردگار در نزد مردم، در نزد شما، ما را سرخم و خجالت زده نگرداند. ایشالا ما دعاگویم این سخنایی که شما میگن. من همچون سال 2010 خوریدمیر در ناحیه سینو ما تبلیغگر بودیم. این همش ایسر منگذشتگی و همون انتخاباتی بهت قینای اینا میدونیم. صد آفرین بر شما، الله شما را نگه داره که چه توقت کرده این دامی وقتا چه توقت میکنیم. خب باید توقت کنیم. مبارزه همین است که هم مبارزه میبری هم تنقید میشنوی. خداوند قوتون ایده. مبارزه همین است برادر، دیگر چیکار میکنی؟ تشکر. ببین برادر، یگان نفر مبارز را برای مبارزه در راه ملت و دین و آزادی نه هیکل گذاشتن، نه گل هدیه کردن، نه پول دادن، نه تعریف کردن. فقط هجرت، زندانی شدن، تنقید، حقارت، اتهام و برای همین باید صبر کرد. حالا ما در برابر این همه فشار دشمنان و رقیبان صبر کردیم، در برابر فشار و تنقید و اعتراض چند برادر خودمون اگر صبر نکنیم پس اون چی صبر است؟ باید صبر کرد. ما این تعریف نه استاد، صد آفرین بر شما برای که ما دیدیم همین چیزا را. ما همچو یک همچو من خودم یک شاگردی شما، من بنیم شما هم نمیبرم، یک از دست شما نون خوردگی آدم خودم حس میکنم. برادر یک کمتر احتیاط کنید در تعریف که باز شامل روی خط چاپلوسا نشوید، چون مثلا حالا تا عید چند روزی دیگر مونده است، انشالله که بعد از عید اینا فراموش میشن، اما یک کمتر احتیاط کنید. اگر تنقید کردید و چند روز دیگر شما شامل مبارزه و عدالت خواه هستید. اگر یک مبادا درک کردید وضعیت و چند تا برای روح بلند کردن برادران مبارز اگر چند حرفی مثبت زده، یک کمتر احتیاط کنید که هم زیاده روی نشود در تعریف، هم افراد نشود و هم خب دیگر شرایط و وضعیت رو خودتون میبینید در شبکه‌ها و رسانه‌ها. تشکر برادر محمد. سلامت باشید. سلامت باشید برادر محمد. زنده باشید. تشکر زیاد. زیدی رحمانوف بفرمایید. هستید زیدی رحمانوف؟ هستید زیدی رحمانوف؟ دوشنبه 001 ویدیوتون کشید بعد شما رو بولو میکنم. محسن بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. لطفا زودتر بفرمایید.
برادر. امیدوارم خوب. یک سوال به همین مهمون برنامه دارم. همین چه چیز است که بین شما و بین حکومت امروزه که به استعفا نمی‌روید؟ تمام. یعنی میخواست سوالی که باشد که چی فرق است، یعنی یا چی بود سوال؟ لطفا سوالتون رو تکرار کنید برادر. بله. یعنی بین ما و بین حکومت چی فرقیت هست بین شما و چی فرق است که ما استعفا نمیریم؟ برادر عزیز، من هر 4 سال من استعفا میرم. هر 4 سال بعد انتخابات میشود در ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. من باز استعفا رفتم، 2 ماه نهضت به مسئول و به نامزد باقی ماند. و بعدا فرق دارد بین پرزیدنت یک کشور بودن که در آنجا معاش دارد، در اختیارت ارتش است، در اختیارت اقتصاد هست، رقیبان خود را زندانی میکنی، میترسانی و ده ها امتیاز دیگر است با یک رهبر یک حزب مبارز و مقاوم و اون هم در هجرت که این راه فقط زندانی شدن دارد، پول را از دست دادن دارد، مالکیت را از دست دادن دارد، جان را از دست دادن دارد، شنیدن تحقیر و فشار را دارد. چنین مبارزه، چنین فعالیت این شرف است، این افتخار است، این یگان امتیاز ندارد و هر برادری هم که در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و در دلخواه حزب و حرکت مبارز مسئولیت را به دوش میگیرد، مطمئن باشد که یک برادر مبارز است، او از خودش میگذرد که میاد این مسئولیت را میگیرد. اما پرزیدنت یک کشور شدن این یگان قهرمانی نمیخواهد، این یگان مبارزه نمیخواهد. پرزیدنتی را بگیر، یک بتالیون یک ارتش در خدمتت، در حمایتت، بودجه در اختیارت، زندانها در اختیارت، نمیدونم تمام کشور در اختیارت. اگر انسان فرق بین این دو را نبیند، یک مبارز را و یک دیکتاتور را و حتی رهبر یک حزب اپوزیسیونی را هم باز دیکتاتور بگید، برای این خیلی خیلی به انصاف بودن در کار است. یعنی همون انصاف رو باز مرحله های خیلی بالایش. دیکتاتور میدونید کی رو میگن؟ یک نفره که نه تنها پول دولت و ملت در اختیارش است، ارتش در اختیارش است، قانون در اختیارش است، باز رقیبانش رو زندانی میکند، میکشد، از بین میبرد. این رو میگن دیکتاتور. حتی شرط نیست که طولانی در قدرت باشد، حتی 2 سالم اگر رهبری کرده باشد، این ویژگی ها رو داشته باشد، او دیکتاتور است. شرط نیست که یک نفر 15-20 سال حکومت براند بعد او را بگیم که دیکتاتور است. خیلی از رهبران کشورهای دنیا، انگلا مرکل 16 سال سروزیر آلمان بود ولی هیچ کس او را دیکتاتور نمیگه. برای چی؟ برای آنکه او از طریق انتخابات شفاف رهبر یک کشور میشد. اما یک نفر اگر 2 سالم 1 سالم رهبر یک حزب یک کشور باشد و رقیبانش را زندانی کند، رقیبانش را نابود کند و اوزورپاسیا کند حاکمیت رو، او را میشد دیکتاتور گفت. اما یک رهبر یک حزب در اختیارش یگان چیز ندارد، مثل ما و شما مهاجر است، مثل همه، باز اینقدر تنقیدش میکنم، در جواب تنقید نمیکند، جواب نمیگید، این شده است دیکتاتور. یعنی ما همون طوری که واژه تروریست رو هم به مسخره کشیدیم، واقعا واژه دیکتاتور هم بعضی برادران دارن میگویم که شما ایگنور میکنید. مثلا چرا ایگنور میکنم؟ کسایی که تنقید میکنن با اونها صحبت نمیکنید یا اینکه گپاشون رو گوش نمیکنید، نمیشنوید؟ مگر من همینجا صحبت نکرده ایستادم، تنقیدها رو گوش نکرده ایستادم؟ من خودم میگم که سفر کرده ایستادم، ورشو رفتم، خیلی از برادرانی که تنقید میکنن، این برادر اسلام‌الدین در اینجا چقدر سوال داد و تنقید کرد، تمام برادران تنقیدگر رو دعوت کردن بیاین صحبت کنیم، ولی نه اومدن، برادران نمیآیند. و من باز میگم که اگر بیان که خب ما نزد شما نمیرن، پیش ما بیان، من فردا بلیط میگیرم، همین سفرها تمام شود برمیگردم با ورشو، میرم باز با همین برادران میشینم صحبت میکنم. چرا نیست؟ حالا من همینجا یک سوال میدم، دوام سوال شاید همین برادر باشد.
شما رسانه ها رو، شبکه های اجتماعی رو من میدونم که پیگیری میکنید، حتما یا پیگیری نکردید حتما مسئولانی هستند که مثلا گریم از فضای شبکه های اجتماعی ما رو باخبر میکنن. همه این تنقید ها رو شنیدید. آیا همین نفرانی که تنقید کرده ایستاده‌اند، خب بچه های خودی باشن، خب از داخل باشن، خب از بیرون باشن، همین نفران ریاست به طور مثلا گریم رسمی باشد، با کاغذ باشد، یا که با زنگ تلفنی باشد، یا اینکه با مراجعت باشد، با توسط واتساپ باشد، نوشتن باشد، هر چیزی که نباشد، آیا به شما مراجعت کردگی هستند؟ شما گوش نکردگی هستید؟ ببین برادر شوکت، خواهش میکنم شفاف. من نه خیلی شفاف میگم. شاید روزانه نتوانم، اما هفته یک بار دو بار من از مسئولین تمام اون چی که در رسانه ها، در شبکه ها، در داخل نهضت میگذرد من طلب میکنم. برادران مسئول هستن که و من اون گزارش ها رو و نقطه های اساسی رو بگم و من شرط نیست که اون حقارت ها رو برسونن کی در یوتیوب چی گفت، چی تهمت کرد، چی حقارت کرد. چون دیروزم در دورتموند ووپرتال ملاقات داشتیم با برادران. بعضی برادران آمدن گفتن که مثلا فلان برادر در این صحبت اخیر خیلی زیاده روی کرد. من گفتم استاپ، 20 برادر به من نگو چی گفت. برای چی؟ برای اینکه یک نفر، یکی از صحابگان نزد پیامبر اکرم اومد گفت که یا رسول الله فلانی در حقت بعضی حرفای ناسزا زد. گفت که به من نگو. گفت پیامبرم باشم، متن حدیث از یادم رفت ولی مضمونش رو نقل کرده ایستادم. گفت که من چون انسان هستم ناراحت میشوم. همون برادر شاید نسبت همون برادر نفرت پیدا کنم، کینه پیدا کنم، این خوب نیست. حالا با یک راه اون برادر رو نصیحت میکنیم، میگوییم مسئله حل میشد، اما اون حرف ناسزایی که نسبت من گفت به من نرسون. من با برادرها گفتم که اون چیزایی که حقارت و تحقیر میگم به من نرسونید، اما بگید که فلان برادر ناراضی است، فلان برادر این گروه گفته ایستاده است، من این رو باید بدونم و باید فکر کنم، اینا رو به نظر بگیرم. همه اینها رو من میدونم. برای همین من ماهانه، خودتون شاهد هستید، ماهانه یک صحبتی آشکار آنلاینی با تمام اعضا و جانبداران حزب دارم. همه رو دعوت میکنم، حتی بعضا خواهش میکنم که او برادر همونی که در شبکه ها مینویسی اعتراض میکنی، بیا در همین صحبت روبرو با من گپ زن، سوالت رو شکایتت رو کن، همون حقارتت رو با من کن. اگرچه خوب نیست حقارت کردن، اقلا در همون صحبت روبرو کن، جوابت رو از من بشنو، دلیل های من رو بشنو. و من این کار رو کردیم و کرده ایستادیم در صحبت هایی که در ویلنیوس، در ورشاو، دیروز در ووپرتال با اعضای حزب ملاقات میکنم. حالا هم اینجا میگم دل خواه برادره، حالا نشد است که یک برادر گفته باشد، چه اعضای ریاست، چه مسئولی حزب، چه اعضای قطاری گفته باشد که من با رئیس حزب میخوام صحبت تلفنی کنم و من به او زنگ نزده باشم. من حتی میگم که من آماده هستم سفر کنم بروم اونجایی که ویزا گرفته میتوانم، یعنی امکانات سفر دارم. نه تنها به اعضای حزب، به دلخواه مبارز و اپوزیسیونر. من نمیدونم چرا میگویند که ایگنور کرده ایستاده است. رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، رئیس پیمان ملی تاجیکستان، برادران عزیز، اینجا یگان سلوژبا سپاسینی نیست، اینجا یگان کموتاتور نیست که من در نزد یک تلفن بشینم و 24 ساعت فقط از روی خط به این زنگ بزنم، فلانی رو سیله کنم، فلانی رو دلجویی کنم، فلانی رو دلبرداری کنم. این وظیفه یک رهبر نیست برادران. وظیفه یک رهبر رسیدگی به شکایت ها، به اعتراض ها، به اون مسائل هایی که واقعا جا دارد، رفتن ملاقات کردن، سفر کردن با ژورنالیست ها، دیپلمات ها، با اعضای ریاست، حل مشکلات مردم است، مبارزه هست. بعضی ها تصورشان از رهبر یک تشکیلات، بخصوص یک رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و اونم در شرایط مبارزه و هجرت، همین است که باید که بشیند و فقط شکایت ها را جواب گوید، نصیحت کند، دلبرداری کند. اینم جای خودش، ولی باید یک معیار باشد. اقلا در یک روز 1 ساعت
نیم ساعت. اما این نیست که مجبور کنند که رهبری نهضت رو بیارن به حد یک سازمان خیریه، سازمان کمک رسان و بعد باز در آخری کار بگن که در این 10 سال چی کار کردی؟ نتیجه کارت چی است؟ همون کسانی که میخواهند که من شب و روز در تلفن در یوتیوب با آنها جواب بگویم، باز بعد 5 سال بعد همین 4 سال از من طلب خواهند کرد که محترم فلانی، باز در صحبت داخلی نمیگن، باز در شبکه ها میگن که کو گزارش ده به ما که در این 4 سال چیکار کردی؟ من چی گزارش بدم؟ میگن که در این 4 سال من با تو زنگ زدم، تو رو خبر گرفتم، پیش تو رفتم، تو نآمدی پیش من، تو با من زنگ نزدی، با رهبرت، با مسئولینت، مسئول رو مجبور کردی، منتظر شدی که با تو زنگ بزنن و اگر که زنگ نزد در شبکه با تنقید شروع کردی و نام این رو گذاشتی ایگنور کردن. یعنی یک نفر میتوانست است رهبرش رو ایگنور کند، حزبش رو ایگنور کند، ریاست رو ایگنور کند، با جلسه ها نآید، در جلسه ها شرکت نکند، با گفت ریاست دیمانستراتیو نگوید که ببینید من اونقدر زور هستم، اونقدر آدمی توانمند هستم که فلانی رو نه زنگ میزنم، نه در جلسهش میرم، نه در صحبتش میرم، اما اگر او به من زنگ نزد، پیش من نآمد، پس معنی اون است که وای ما رو ایگنور کرد. بعضی برادرانی که خود رو ایگنور شده حساب میکنن این رو به من گفتن، واقعا هم بی‌انصافی رو به اوج علایش رسوندن. من با آنها صحبتی تنها کردم، صحبتی گروهی کردم، یک نفره صحبت کردم، تمام این مسئله ها رو گفتیم، شنیدیم و اینا فکر کردن که شاید که رئیس نهضت هر هفته بیاد با او تنها صحبت کند، دلبرداری کند، بشنود، بعد اون رهبری خوب است. خب پس شما یک میبخشید مامدایه، یک نمیدونم یگان پرستار رو شاید تصور میکنید که رهبری نهضت همین باشد، نقش یک نمیدونم کی رو انجام بدهد و شما میخواهید که باز همین رهبر هم مبارزه برد، هم مسئله، حالا این برادری که در اینجا گفت که شما چیکار کرده ایستادید مسئله مبارزه رو، اکنون برادر عزیز دیدید، من هم برادر قبلیه که این سوال بسیار خوب رو گذاشت، اکنون فهمیدید که گریبان رهبریت در دست چه خیل برادران هست و همین برادران بون از رهبریت شکایت میکنن، انتظاری دارن. برای همین من در برآمد پیش از انتخاباتی خودم گفتم که برادران از این به بعد همون طوری که شما یک رهبری را انتظار دارید که در همه جا فعال باشد، مبارزه برد، نتیجه بگیرد، منم در پهلوی خود برادرانی را دیدن میخواهم که تنقیدشون را میکنن، حرفشون را میگوین، در چارچوب معیارهای قبول شده حزب، نه بیرون از حزب. من اون خیلی تنقید و اعتراض یک اعضای حزب را که خود را قهرمان اعلام کنه در بیرون از حزب، اون یک برادر است، یک مبارز هست، اما اون هیچ ربط دیگر به حزب ندارد. منم در پهلوی خودم، در پهلوی حزب، انا میخوام برادران جسور، جوانمرد، پایبند به معیارهای حزب را دیدن میخواهم. در اون وقت من باید به این برادران گزارش بدهم و این برادران حق دارن که از من گزارش طلب کنن. چیکار کردی؟ چیکار کرده ایستادی؟ من چرا گزارش بدهم به یک برادرانی که دلخواه جلسه ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان روز بعدی، حتی روز بعدی نه، ساعت بعدی در شبکه‌های اجتماعی است. یعنی از من گزارش طلب میکنید، من بیام گزارش بدهم؟ اگر من به همین وضعیت گزارش بدهم، برادران عزیز، من خیانت کردم. من آمادم تنقید شما را بشنوم، انا همین خیلی سوالهای بسیار هم از قبل آماده شده را بشنوم، صبر میکنم، اما باور کنید من آماده نیستم که در همین خیلی شرایط با همین خیلی برادران گزارش بدهم. پس من گزارش را به یتیم افتادم، پس گزارش را به رحمان افتادم، نه به برادران اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. من این رو خیلی شفاف، خیلی آشکار میگم، در آینده این رو رعایت خواهم کرد. بنابراین برادران عزیز، در باز است. اگر نمیخواهید پیش من آمدن، من پیش شما میروم. اگر نمیخواهید به من زنگ زدن، اینقدر جایگاهتون به یک درجه رسیده است،
یک پیام روی کنید به مسئولین حزب بگید که برادر همون آدم میخواهم که به من زنگ زند. اگر زنگ نزدم فردا در شبکه‌های اجتماعی مرا هر چیز دلتون میخواد اعلام کنید. دیکتاتور، نمیدونم خائن، بیزنسمن، تاجر، هر چی دلتون میخواد اعلام کنید. ولی تنقید هم، ایراد هم یک مرز دارد، حد دارد، انصاف دارد. خب نمیشود که دیگر یعنی هم در ملاقات دعوت کنن نباید، هم بیروم خودم نباید، هم ملاقات کنم قبول نشود، زنگ زنم قبول نشود، بعد گویم که ما رو ایگنور کرده ایستاده است. من احساس کرده ایستادم که ما رو ایگنور کرده ایستادن، حزب رو ایگنور کرده ایستادن، نظامنامه حزب رو ایگنور کرده ایستادن، اما از زبانمان این رو هیچ کس نمیشنود. حتی انتخابات در ریاست حزب انجام شده رو بعضیا گفتن که ایگنور، تحریم شد، یعنی حزب تحریم شده است. خیلی خوب، هیچ گپ نداره، بگذار تحریم باشه. اما باز وقتی میگن ما تحریم کردیم یعنی ایگنور کردیم، باز میگن که گویا ما ایگنور کرده باشیم. ما میگیم بیاد آواز بدید، بیاد نامزدی رو پیشنهاد کنید، بیاد فعالیت کنید، بیاد صحبت کنیم، بیاد زنگ بزنیم، بیاد برویم ملاقات کنیم. نه، ما میخواهیم که در شبکه اجتماعی در فیسبوک با ما جواب بدن. یک پیام به منم رسید، بعضی از برادران گفتن که این چه رئیس حزب است، متکبر، مغرور، دیکتاتور، که من در فیسبوک سوال گذاشتم به من جواب نداد. برادری عزیز، اگر شما اعضای حزب باشید و سوالتون رو به من در فیسبوک بدهید، پس شما حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رو نشناختید. اصلا شما حزب رو نشناختید، شما مبارزه سیاسی رو نشناختید. حالا هر کی باشید، یعنی شما میخواید که من بیام در فیسبوک با اعضای حزب خودم صحبت کنم و جواب تیم و سوال و جواب کنیم؟ حیف همون حزب، حیف همون رهبر و حیف همون اعضای حزب، حیف همون اسلام، حیف همون شریعت، حیف همون فرهنگ حزبداری و مبارزه. وقتی آن رسیده است که ما یک الفبای فعالیت سیاسی اسلامی را از نو به بعضی برادران شهر بدیم، الفبا را شهر بدیم. همون چقدر که الف ب ت س میخوانند، اون کسانی که حتی در بعضی مسائل های علمی رسیدن به حد علامه و عالم و اهل علما هستند، اما یک بار دیگر رجوع کنند، برگردند به الفبای مبارزه سیاسی اسلامی. اکنون مجبوریم که کم کم این مسئله ها را با برادران صحبت کنیم، بفهمونیم که برادران مبارزه اسلامی را، فعالیت حزب اسلامی را، اصلا فعالیت حزبی را در دوران مقاومت و جهاد و حتی در دوران آزادی و آسایشی و دموکراسی را بسیار غلط فهمیده. دلخواه اعضای حزب دموکراتی آلمان، فرانسه، تاجیکستان، ترکیه را پیدا کن که همین شکل رفتار کرده باشد. در بسیار یک حالتی آرامش هم و من پیدا کنید مثال بیارید که فلان اعضای حزب در آلمان، در فرانسه، در دموکراتی ترین کشور، در اسلامی ترین کشور با رهبر حزب خودش در فیسبوک میخواهد که سوال و جواب کند و رهبر حزبش هم آماده است در فیسبوک جواب داده است. چه رسد به مبارزه زمان هجرت و کشتار و دربدری. پس این برادران نه مبارزه اسلامی را شناختند، نه مبارزه سیاسی را شناختند و نه اصلا فرهنگی کار در یک حزب سیاسی را متاسفانه بلد هستند. من این را مجبورم گپ زنم، گفتید شفاف بگو، من حالا شفاف میگم، چون امروز دیگر روزی شفاف گفتن است، روزی مسئله را شرح دادن است، اما با امید آن که انشاءالله بعد از عید دیگر، حتی بعد از همین صحبت دیگر، در این بحث های داخلی را در شبکه ها بندیم، اما در داخل حزب نه. در داخل حزب برعکس، هر روز بحث باشد، هر روز گفتگو باشد، هر روز مکالمه باشد، هر روز قهر و اعتراض باشد. حزب هم خاطر زنده هست. تشکر استاد. نه دیگر. تشکر زیاد استاد. حالا در مومودویه گفتید، خیلی یک تصوراتی عجایب در ذهنم آمد. حالا بدتر میگویم چون اینجا یک نفر موسفید نوشته‌اند
آخرین نفر همین نفر رو قبول میکنیم به خاطر موسفید نویستنشون گوش کنیم که چی میگفته باشن. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شنونده های همین جلسه، من یک موسفید، من چی گفتنیم؟ یکم گپی من همین که اون شخصی که گوش ندارد سراونو اون سخن نمیشنود. چی قدر چی مردم دعوا دارند، چی مردم جبر دارند، چی کلفت دارند، همه همین در همین جلسه ها در همین چیو میبرند، مردم گپ میزنند. رئیس جمهور مگر اینکه اگر شما فکر کنید گوش ندارد. اگر انسان میبود انا رنگ محیدین به یک خلاصه می اومد و به مردم جواب میداد. دویم اینکه مردم سر ندارد، سری که احساسیات اساسی مردانگی نداریم. ما از پسی مردم گپ میزنیم، یک دیگر را سیاه میکنیم. گپی که میزنیم پایان ندارد. برای پایان یافتن همین سخن ها باید که مردم یکدیگر را گوش کنند. رئیس جمهور شما مردم گوش نمیکند، 2-3 چاپروز طرفداری میکند، دیگر مردم سیاه میکند. ما همه یک تن، یک جفت، همه تاجیکیم. ما باید ملت تاجیک را حقیقت از همین ظلم یکم آزاد کنیم. التماس من به رئیس جمهور همین که کرسی بو کرد. اکنون که مردم ناراضی است، بگذار همین به مردم همین حواله کنند، یک شخص دیگر به پیدا شود. من نمیگم محیدین یا تم محمد اقبال یا دیگر، یک چوپان باشد تاجیکستان آباد شود. من خواستم از رئیس جمهور همین بعد اویله پرستی این کاری نیک نه. باید که جماعت پرستش کنیم. اگر تمام جهان به گیریم و ویران شود، در تمام جهان خودی تاجیکستان هم ویران میشد. حاضر نگاه کنید خیلی که ترامپ خودش را گویا یک خدا اعلام میکند. انا به من روسیه همین خیل میشد، همین طور میشد، این خیل میموند. این خیل گپ ها نیست. یک خلاصه با اومدن در کار که ما خدا داریم، از خدا باید ترسید. برای انا همین حاضر چخیلی که مویدین گفتن مردم عیب به سر یک آدم میپرتوید، لیکن عیب خودش نمیگوید. هر شخصی که میخواهد که آزاد باشد باید آزادانه سخن راند، عقیده خودش گوید، عقیده نیک آدم باید پسند دارد. بعضی عقیدهش پسترین انسان ها میخواهند که ویها یک دانشمند بسیار خودشون کلان نشون دهند، عقیده حلال انسان را به حرام میبرند و مجبور میکنند که گپ همون مردم نادرست باور کنیم. ما نه، مردم به چشم عقل شناسید که به کجا رفته استادیم. آینده تاجیکستان چی میشود؟ سوادناکی پیشتره تاجیکا چی بوده؟ سوادناکی حاضره بچه ها چی؟ ادبیات چی میگوید؟ تاریخ چی میگوید؟ انا این گپا را ما باید که فهمیم. برای انقلاب در شرایطی برادر عزیز باشد بفرمایید تا اینکه جوابش رو بگیریم. اگر یکون صحبت داشته که باشید استاد رو جواب میتیم، بعد هر دو صحبت کرده میستیم انشالله. برای انقلاب حاضره خیلی که همون بچه گفت مجبورن باید که مردم خیزن
مبارزه برند با یراق نه همین خیل نباشد چوبی کالتک کتی باشد. دویم اینکه هر یک شخص باید که با خودش جواب دهد یا دیگر سیاه نکند. 6 مردم تاجیک 4 تاش چاپروز یک تای همون با میرود پیش دیگریش دروغگویی میکند. یعنی اینکه یک تا آدم حلال باشد میشه تمام. به این کار نمیشود. روبرو ایستاده گپ زدن در کار، روبرو ایستاده گپ زدن نمیماند. همه را قوا کرد، همه را کش نابود کرد. خیزید مردم، من مرده میروم لیکن فرزندای ما به هیچی نمیماند. مقصدی گپ من همین آدم هایی که عقل دارن همینو باید به پیش خیزن. لیدر های همین اساسی به پیش خیزن. یوجا به همون آدم فروش ها نخیزن. خیزید مردم، از خونه برایید. در یک دیگر پیشتر 4 موسفید در یک محل راهبری میکردن. 4 عقیده بوده باشد بر یک عقیده می اومدند و نیکشه میگرفتند. برای چی ما نمیتونیم یک کاری نیک کردن؟ فقط بچه های مردم برده محکم میکند، میزند، میکشد. زن های مردم در کوچه ها سرسون. ما در تمام نه فقط که در روسیه، در اروپا، در امریکا تاجیکا بدنام شده. برای چی همین خیل شد؟ چی مجبور کرد تاجیکا را؟ کجا فخری من شما از گذشت ما، از گذشت تاجیک کی برد همین مسئله با؟ خود تاجیکا ما خود ما بردیم. در وقتش گفته شده بود می همین 4 سال پریزیدنتی حتما همین 4 سال باید که بس میکرد. برای چی هر یک کس برای خودش کنستیتوسیون دیگر میکند، مقامات دولت دیگر میکند، حق ندارد هیچ کس. تاریخ دیگر میکند، تاریخ یک قشلاقی که در آنجا پیدا شده بود دیگر میکنند. این خیلی نباید که باشد. خیزید مردم، که بری گپای درست میزنند. من در جلسه ها بودم وقتی که همون محکم فکلوشکتی زدن دروغ می. محیدین در خوجند همون دخترک بر اومد در چی شما سخن میکردید. با شما سخن روندن موندگیش نیست مردم. همین گپ من دروغ می. حمایت از کی کردند؟ از یک دوزی متهم کردند که همه را دزدیده است. این خیلی نکنید. فرزند خودتون باشد که باید که طرفی همون فرزند، شما فرزند به نان حلال تربیه کردن یاد گیرید که آینده ویران بشود. انا همین این همین برای یک سوم پدر مادر فروخته استادن. برای ماشین عزیز خواهش میکنم یگون سوال باشد گپ زنید، سوال بدهید، بعد باز من به شما نوبت میدم ان شاء الله صحبت میکنید. صحبت من سوال چی میتونم؟ من همین دیدم، من با هیجان اومدم که همین 2 ساعت کج گفته یک دیگر بات کردن در کار نه، خستن در کار براش موندن در کار. حاضر میخزن مویدین کی شدن؟ مویدین هم یک انسان، مویدین بد میکند، بد میخزد دیگرشه. لیکن آب اثر لای اول آب در جاش وای کردن در کار. مقصد امین، مقصدی گپ من. نترسید، یک دیگر فروشی نکنید، به یک جا خیزید. تشکر، سلامت باشید. تشکر زیاد. خب سلامت باشید برادر شوکت جان. برادر عزیزم بسیار صحبت خوب کرد. واقعا انسان میخواد که اگر وقت باشد، امکانیت باشد، این خیلی صحبت های دلسوزانه مردم را ساعت ها شنود، استفاده برد، خلاصه برآورد. بسیار مهم است برای همه رهبران. بله استاد تشکر. یک سوال در یوتیوب، در چت یوتیوب نوشته شده است. من میخونم: برادر محیدین، من از بدخشان مقیم پرتغال
چرا با مردمی بدخشان مقیم اروپا صحبت انجام نمیدهید؟ سلامت باشی برادری بدخشانی یا برادری پامیری. یکی از برادران اتفاقا همین دیروز در ملاقاتی که داشتم چندین از برادران پامیری بودن. من عادتا در صحبت‌های قبلی کلمه بدخشانی رو استفاده می‌بردم. بعد خود برادران زادگان بدخشانی زیبایمان گفتن که التماس از این به بعد ما رو پامیری گویید و بنابر همین من دیگر خودم رو کوشش کرده هستم که اصلاح کنم. چون ببینید قاعده من این است که هر کس چی خیلی که میخواهد که او را صدا کنند انسان باید همون خیلی صدا کند. بعضی برادران مجبور میگن که ما چرا ازبک گوییم، در ادبیات ما ازبک است. برادر در ادبیات ما ازبک است ولی همین برادر میخواد که او را ازبک صدا کنید. کجایت کم میشود که همون را ازبک صدا کن. برادر میخواد که تا امروز بدخشانی میگفتن میخواد که پامیری صدا کنید، پامیری میگیم. و در دیگر مثلا وقتی که ما را روسا میگن یا با زبان روسا تاجیک یا با نامهای از این باز سخت‌تر، ما میگیم خیلی نگویید ما تاجیک هستیم. ناحیه ما را فرخار بود، با زبان روسی پرخر میگفتن و ما یعنی ناراحت میشدیم که ناحیه آوازدار و تاریخی فرخار ما را نام فرخار تاریخ چند هزار ساله دارد میگفتن پرخر. بنابر همین در این مسئله کمتر از موضوع دور رفتم. من با برادران پامیری همیشه در تماس هستم. بهترین برادران خواهران پامیری در پهلوی ما هستند، ما در پهلوی ایشان هستیم و این ارتباط ما همه روزه هست. اگر در کجای کمتر ملاقات کرده باشیم عذر ما را بپذیرید. باز میگم من هیچ وقت پرتغال نرفتم، اعتراف میکنم. شاید که همین ملاقات با شما و دیگر برادران پامیری در پرتغال برای من این یک بهانه خوب میشه، چون این سفر بعدی هم به نزدیکی پرتغال هست. اگر شما آدرس و وقت رو معین کنید انشالله با این بهانه هم پرتغال رو زیارت میکنم و هم با شما ملاقات خواهم کرد. تشکر زیاد استاد. شوکت جان تمام باشد من یک چیز دیگر در آخر بگم و با همین خداحافظی کنیم. تمام نه، اینجا من سوال دادن نتونستم استاد، چقدر سوال ها بود، فقط همینش ممکن پس آخران سوال باشد. نمیدونم چیکار کنم. اینجا 6 نفر در استودیو هستند، همین خیلی دست برداشته شدن. وطن 665 بیچاره دستش میبردارد، ویدیوش گرم میکند، من بردار میگه. منش گپ زنید برادر عزیز. خیلی شد انتظار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با هر دوتون استاد اکای شوکت و استاد کبیری میندارم. اکای شوکت که واقعا قبول کردین و مثال در پاسخ گرفتین. زنده باشی اکای جان، خدا نگهبانتون. سوال با استاد کبیری بود. واقعا عین حال سوال چنینه که عین حال در همین اوج مبارزه در یک روزهای وزبین نفهمی ها خصوصا در بین همین نهضت وزبین آمدگی های یا ایسوسو کنار نکنه بلاوز همین مردمی عادی بگم که همین بین شما و استاد کبیری، بین استاد کبیری و مقصد استاد محمد اقبال هر دوتون واقعا همین نفهمی های جدی شدگی های نمیشه. و استاد کبیری همین شما ما در همون تا کامنتی که وقتی که شما اینترویو رو دادین در اکای شوکت جان، همونجا در کامنت نایستادم که استاد کبیری با استاد محمد اقبال در تماس براین این مبارزه همین نفهمی ها را پشت پرده کنن خیلی خوبتر میشوه، خوبتر بهتر میشوه. چی مشکل است که همین را واقعا همون پیش برین اید ببینین. همین اگر هرچند که همین چیزا مثال نشوده آخی ما بازی دیگه پروکن ما دیگه نمیدونم چه مبارزه میشوه. ما واقعا استاد کبیری ما سوال چونین ای که من مخلص محمد اقبال صدردین هستم. واقعا ما هم همین نهضتی ها را محمد اقبال صدردین فهمیدم. حاضر شما گفتین که ما بسیار داریم خیلی چیزا همین نهضتی هایی که
мақсад популярни ам бигем да ами хеле маъруфтар. пас чаро беғазай муҳаммад иқболи садрдин беғазай хидаташ акай шавкати муҳаммад дига мо намебинем бехафагӣ? чаро намебинем? якумаш дуюмаш меҳнати устод муҳаммад иқболи садрдинам қадр кардан дар кор. бале шумо гуфтем ки ҳо меҳнатш қадр мешава ҳарчанд чӣ мешава барое ки шабрӯз заҳмат бурдесай ва мо дар бари эшон ҳастем. дидесем аз шуморам дидесем мо миннатдорем акаҷон, аз шуморам мо миннатдорем. бояд шумо як рай ҳал биёвен ира ҳал кунен. и тари намешава. хеле мисол хеле ҳама мардум дидеса мегаин ахчон байни хчон туғрӣ намегира. бисёр як муносибати вазбинай ҳамира як омаден. ман дар ҳами ки гуфтам ҳами устод муҳаммад иқбола гуфтам намешава ҳамира ягон хеле ҳал кунен. мисол чиай гуфтам ки охи дар ҳамо сообщения рӯи кам ки воқеан ин хатарай охи дар мубориза айни ҳол хатарай. мо дар ҳамла қарор дорем нисбати режим. аммо ин ҳолат ози вазбина ира я чораша бубинем. ва дуюм саволи дуюм уже дуюм сеюм шид дига ҳам арала шид. инай ки устод муҳаммад иқбол узвам набоша чӣ хел бугум узви гуфтен аму раёсатам ки набоша, пас ин қадар ин меҳнатҳо кардесай дар ин меҳнатҳо мисол агар ӯ қадар ин чӣ набоша чӣ мегӯяндаш аму раёсат набоша ин мисол ноҳурматия ман ҳис мекунам. як фикри ман якаҷонда ман ҳам мефаҳмам. ман чизе мефаҳмам ҳамира мегӯм. рости гап ҳамин чизе ҳаста ман ҳам хел мегӯм. зиндаву саломат боши якаҷон. хоҳиш мекунем ҳамин саволда ҷавоб битен ки ҳамира пра пишти парда да бубинен чорабинӣ кунен. як мисол комед ки уступкаам бирен хубтар беҳтар мешава. ман ҳис мекунам худ муҳаммад иқболи садрдин боша мебина мешнава. ман бовар дорам ки ӯ шуморо мебина мешнава ва шумо ӯро мебинем мешнавен. як уступкаам бирем як камтар як рӯи ҳалла биёвен ки ҳамин мисол мо мардум бо ҳамин сарҷамона мисли пештара ҳамин шадид бирем мисол ки дилмон пур шава. зиндаву саломат бошин акаҷон. раҳмат ака шавкат. зинда бошед. саломат бошед бародари хуб. воқеан ҳамин вақте як инсони дилсӯз холис гап занад аз садову аз гапзаниш маълум аст ки инсон як инсони холис аст, дилсӯз аст ва яъне бисёр тоҷикӣ сода бидуни кадом истифодаи калимаҳои болохонадор. тоҷикона мегӯяд бародаро айб аст. ҳоло ман идомаи ҳам мантиқи бародарро гап занам. айб аст ин мубориза заиф мешавад. ин кор зебандаи на наҳзат аст на мубориза аст на ягон сиёсатмадор асту ино аст. гапи тоҷикӣ ҳамин аст дига. мутмаин бошед ки ҳамина манам мефаҳмам, муҳаммад иқболам мефаҳмад, ҳама мефаҳмад. ҳоло бубинед ман ягон проблема надорам. аслан проблема надорам. ҳеҷ проблема. на танҳо бо муҳаммад иқбол, бо ҳамаи бародароне ки дигароне ки танқид мекунанд. чаро бояд проблема дошта бошам? агар проблема дошта бошам гап мезанам. занг мезанам мегӯям бародар ман як проблема дорам. ва бародароне ҳам ки проблема дорам бояд занг бизананд, бояд гап зананд. мутмаин бошед ин роҳи ҳалла пайдо мекунад. ва ҳоло бисёр хуб гуфтед ки бояд ки уступка биред. аслан чӣ маънӣ дорад уступка? занга бигир занг бизан. уступка чи? яъне мо ягон иҷа ҷанги украинаву россия аст ки переговор кунем, баъд путин условие монад ки аввал аз ин вилоятҳо бубро, зеленский условие монад ки аввал фалон. дар мубориза, дар бародарӣ, дар як роҳ рафтани хеле гапҳо нест. ман ҳоло шавката гуфтам ки мехостам ки дигар охирон сухана бутияду гуфт ки савол ҳаст. ман ҳамина мехостам бигӯям қабл аз суҳбати шумо бародар. худо хайртон битад ки ҳамон чизеро ки мехостам гуфтан худатонам гуфтед. ман ҳоло гуфтаним чи аст? бародарони масъули ҳизби наҳзат ки мешнаванд, алон дигар вақтам кам мондааст тоида, бо мунтазир нашавем ки ина аз каналҳои дохили ҳизбӣ ҳоло мардум гуфта истоданд, талаб карда истоданд, хоҳиш карда истоданд, мунтазир нашавед. рӯйхат тайёр кунед барои ман.
شرط نیست که به من زنگ زنن پیش من بیان. من خودم به من روی خط تیار کنید که همین برادرها اعتراض دارن، انتقاد دارن، میخواهد که زنگ بزنی، یکی خفه است، یکی ناراحت است، یکی گفتنی دارد، خب با هر دلیل زنگ نمیزند. حالا مهم نیست که برای چی دلیل، روی خط کنید من زنگ میزنم. پیش از همین عید از محمد اقبال سر میکنم، با تمامی برادران زنگ میزنم، مسئله رو میفهمونیم چی است پرابلم، کجای کار میلنگه، چرا این خیلی شد، چی گپ بود در بین. چون من که پرابلم ندارم، نه از زنگ زدن نگرانم، نه میترسم، نه از زنگ دیگران پرهیز میکنم، اصلا پرابلم نیست. من میخواهم که همه چیز در چارچوب حزب، در چارچوب آیین‌نامه، در چارچوب فرهنگ سیاسی حل شود. بله برادرانی که حالا شاید تجربه کمتری در یک تشکیلات سیاسی کار کردن رو دارن، انشالله میآموزن، یگان پرابلم نیست. برادر عزیز، مسئولان حزب خواهش میکنم اینا جدی بگیرید، اما روی خط تیار کنید. من با همه برادران، فقط با یک محمد اقبال نه، خیلی از برادران دیگر هستن که شاید در همین موقع باشن، شاید اونام انتظار دارن که من زنگ بزنم. خیلی خوب، زنگ میزنم، یگان جا کم نمیشود و انشالله این حل میکنیم. اما در مسئله آن که چرا من هستم و محمد اقبال و دیگران نیستم، برادران عزیز، یک مبارزه، یک حزب، یک تشکیلات شرط نیست که همه بیایم مثل من وارد بلاگر شویم، مثل من در یوتیوب گپ زنیم. هستن برادران به اصطلاح برادران گمنام که کاری از من مهمتر انجام داده ایستادن. مطمئن باشید شاید برابر محمد اقبال خدمت نکرده ایستادن، ولی از من بیشتر خدمت کرده ایستادن، از من مهمترن، ولی اونو در صحنه نیستن و نباید هم در صحنه باشن. مردم فقط همین منو میبیند و محمد اقبال و شوکت و 4 برادری که در صحنه هستند و برای همین است که خیلی از آدما همه کار پرت افتند و بلاگر شدند. برای چی؟ برای که در صحنه بودن، گپ زدن، آدم مثل ما رو یکمتر معروف میکند، مشهور میکند. اما خیلی اراده، جسارت، صبر و خودگذشتگی میخواهد که یک برادر خاموش کار رو انجام بدهد، هیچ کس دربارش نداند و باز تنقید هم کنند ولی بگویند که خب هیچ کس نیست دیگر. برادران، مبارزه سیاسی، مبارزه جدی همه کس را دارد، همه چیز را دارد. خودت هم برادر اگر پی خوب گفته که من همین قدر را میدونم، همین قچی را میبینم. خدا خیرت بدهد. گاه با برادران صحبت کو، اون طرفی کارم ببین. خیلی از برادران و خواهران دیگر هستند که زحمت کشیده ایستادن، همین پرونده حکومت رو به دادگاه بین المللی بردن. بعضی‌ها خیال میکنن که فقط من کار کرده باشم، چون فقط من اینترویو میدیم و گپ میزنم در همه جا. در همین تیمی که کار کرد امروز یگان کس درباره آنها گپ نمیزند، نام یگان کسی آنها را نمیگیرد. از همه کمترینش من بودم، اصلا هیچ کار نکردم، یعنی بودم هماهنگ کردم مثال در سطح بین المللی اما 4 سال کاری شبانه روزی بدون مبلغ با حقارت زیادی مردم اونها انجام دادن. هیچ کس اونها را نمیبیند، فکر میکنن که فقط کبیری کار کرد، فقط در صحنه 3-4 کس است. نه برادری عزیز، در یک مبارزه، در یک حزب سیاسی جدی همه کس را داریم و اون برادرانی که خاموشن، حقارت میشنوند، متهم به بی‌عملی هستند، انشاءالله که در نزد پروردگار اجر دارن و اونا هم این اراد مردم را گوش کنن، بسیار خاکساری بد نشوند، کم کم بیان در صحنه باشن، کم کم از خود درک بدین، کم کم صحبت کنن. خب دنیا همین بوده است، مردم همون حالا یوتیوب هم میبیند و ویدیو و فیسبوک هم میبیند. اما باز این خیلی نشود که حالا راهی مبارزه همین بوده است و همه مسئولیت های دیگر رو رها کنند و بیان مثل من بلاگر و یوتیوبر شوند. نه، این خیلی هم نیست. هر کس وقتی یک حزب مسئولیت رو جدا میکنه، تقسیم میکنه، میگوید که شوکت خود در کار رسانه‌ای، محمد اقبال خود در کار صحبت با مردم، برادر شانعی در یک کار دیگر، فرهاد در یک کار دیگر، برادر حسام الدین یک مسئولیت دیگر رو بگیر، کار با تاکسیستا و با کسانی که میشناسی. و همین برادری که سوال داد انشالله حالا گفت که من تقریبا مثل یک نهضتی گپ زد، انشالله خود رو معرفی کند، یک مسئولیت براش معین شود که در همون سطح خود در جای خودش
یک گوشه کار رو انشاءالله که انجام بدین. این میشود در نهایت کار در یک سبد همه این میریزد و یک کار مشخص و معین به دست میاد انشاءالله. خداوند نگهبانتون باشد. برادران عزیز، در همین جا برادر شوکت جان من دیگر اگر اجازت بدید مرخصی شوم، چون تقریبا اکثر گپ‌ها را گفتیم، اعراض و اعتراض مردم را شنیدیم و انشاءالله که برادران مسئول این را جدی بگیرن، یک روی خط بفرستن به من. اون کسانی که من تماسی یعنی رقماشون رو ندارم، ولی اونهایی که دارم نیاز ندارد بدون روی خط و بدون کدام چیزه من خودم تماس میگیرم. دیگر نیاز نیست که اونها به من زنگ بزنن. انشاءالله که ما برادریم و در اینجا در این مسئله رئیس و معاون و مرئوس و بالا و پایان وجود نداره. خداوند نگهبانتون باشه. صداتون نیست شوکت جان. سلامت باشید استاد. تشکر زیاد. تقریبا طول 2 ساعت و 40 دقیقه صحبت کردیم. در خدمت ما بودید. به شما تشکر و امیدوارم که کسانی که سوالشون رو داده نتونستیم در این روی خط، خیلی از فیسبوک من سوالهای مردم رو جمع کردم، در اونجا تحقیر هم وجود داشت، سوالهای شدید هم وجود داشت، جمع کرده بودم. اما متاسفانه ما افضلیت رو به نفران دادیم که خودشون میبیایند مستقیما سوال رو خودشون میدهند. با همین نفرانی که خودشون آمده مستقیما سوالشون رو خودشون دادن، ما تقریبا نزدیک به 3 ساعت صحبت کردیم و تشکر به شما که استاد به ما وقت جدا کردید و امیدوارم که در صحبت‌های من بعده باز هم ما به سوال‌های خود از شما جوابمون رو میگیریم. سلامت باشید. برادر شوکت جان، همون تحقیرها و حقارت‌هایی که به ما کردن همش رو جمع کن، از نام همش خودت یک همون بگو که به نمایندگی از همتون من کبیری در همینجا است، من همین حقارت رو از نام همتون کردم دیگر، تا اینکه اونو احساس نکنن که حقارتشون نرسید. اما امیدوارم که دیگر، البته این شوخی بود، شما اهل حقارت و این حرفا نیستید. امیدوارم که از این به بعد با یکدیگر با زبان حقارت و تحقیر و با این کلمه های چاپلوس و دیکتاتور و نمیدونم فتنه انداز و اگنت و خائن دیگر رفتار نکنیم، بلکه در چارچوب قانون های حزب، نظامنامه حزب دیگر با رعایت آداب اسلامی، آداب حزبی، آداب سیاسی باید دیگر مناسبت داشته باشیم. چی تنقید، چی اعتراض، چی تعریف، هر چی هست باید که با رعایت معیارها باشه. خداوند نگهبان تو باشد. من این وعده رو میدم که انشاءالله در نزدیکترین فرصت باز در خدمت مردم و برادران خواهران هستم. سلامت باشید. تشکر زیاد استاد. سلامت باشید. تماشابینان عزیز گرامی، تا اینکه شما فرصت داشته باشید که سوالهای خودتون را بدهید، من حتی صحبت هم نکردم و از این صحبت استاد چند چیز من خودم به چند چیز متاثر شدم و میخوام اینجا ذکر کنم. حالا استاد یک کلمه رو ذکر کردن پیش از آن که همه مسافر صحبت کنن، گفتن هیچ کس در اینجا مامودایه نیست. واقعا همین سخن رو وقتی شنیدم، هم به حال استاد دلم سوخت، هم به حال اعضای حزب. واقعا ما در یک حالت مشکل قرار داریم، در یک حالت وزنین قرار داریم. مثلا گریم 10 سال شده است یک نفر در اینجا مادرش رو ندیده است، پدرش رو ندیده است، برادرش رو ندیده است، نه تنها ندیده است، شاید صدایش رو نشنیده است. خیلی روزی مشکل است. نه تنها ندیده است، صدایش رو نشنیده است. خصوصا نفرانی که زندانی سیاسی دارن. حتی شرایطش یک پسرم خوبی گفتنی گپ شرایط شنیدنش ندارن. خیلی این حالت وزنین است. من اکا دارم، اوکا دارم، خواهر دارم، اپا دارم، به صدایشان زار شدگی هستم.
در حقیقت مشکل است. حالا ببینید یک کودک گهواره علیه مادرش اعتراض میکند. مادری که او رو تولد کرده است یک کمتر وینیمانی ندهد، یک کمتر اهمیت ندهد، دقت ندهد، وینیمانی طلب میکند. اشکمش سیر باشدم، شکمش سیر باشدم، گفتیم و اشتی ها چیغه میزند، داد میزند، فریاد میزند، عصبی میشود کودک که مادر با کار و بار خودش آواره شده با او اهمیت نمیدهد. همین کودک داد میزند، فریاد میزند به علیه مادرش، اعتراض میکند. یعنی وینیمانیتی میگوید به من. هر ما پدرها، من صاحب 8 فرزندم، همین گریه کرد یک همیشه گیرم میگم، مادرش فریاد میکنم یا اپش فریاد میکنم یا اکش فریاد میکنم، میگم اینه دمش گیرم لولولولولو کر رفته. این خیلی نمیتونم این کار کردن. اکثریت پدرها باوری دارم که داره همین مثل من است. میبینم اگر سختی بند باشد یگان کمک از دستم بیاید میکنم، لیکن اکثرا خصلت مردک این خیلی نیست که اینجا بجو لولولولو آرام شد لولولولو جونکم شیرینکم قندکم اصلکم این خیلی کرده گردد. هرچند همین چیغه میزند، داد میزند، فریاد میزند، اصلا مردک این خیلی خصلت نداره. حالا ما نهضتی ها، من خودم همین برادرانم رو، دوستانی که حالا در اهل اعتراض هستن، همین خیلی درک کردم که رهبریت حزب رو اقلا نه همچون در یک سیمت پدر به جای همون وینیمانی که از پدر 10 سال باز ندیدن یا که برادر رو ندیدن، خویش و اقربا رو ندیدن و این چیز خیلی عصبیشون کردگی است و این خیلی به دپرس و استرس و این چیزها دچار کردگی است. اینها در همون سیمای رهبریت نه اینکه حتی پدر میخوان مادر رو ببینن و اینها وینیمان بدهد، آرامشون کند، لولولولولو کند. مثلا دوستان عزیز، درست است، من هم به دیدار دوستان زارم، همین چی حالت شما داشتگی باشید من هم همین رو دارم، یا یک برادران دیگرتون هم همین حال رو دارم. اما امروز روز مومودایگی نیست که مثال گریم اگر رهبریت بکار باری این داوود تازی امروز در اینجا، حالا من در همینجا مثال گریم قبیدمش برای صحبت دعوت کردم، تقریبا طوری 10 روز 15 روز باز شاید خونش ندیدگی باشد. در لیتوه بود، بعد از وی در ورشاوه بود، اومد در آلمان بود. حالا مثلا گریم من زنگ زدم که از یادتون فراموش نشده که باشد که امروز برنامه داریم، گفتن که یک کمتر استراحت کردنی بودم که بر وقت رسیده استراحت کردنی بودم که تا اینکه با مردم با یک قوه بزرگ مثال گریم یک قوه ذهنی آمادگی تمام صحبت کرده باشم. اما افسوس که دیگه فرصت کم مونده است، نمیتونم تا دم بگیرم. ده یک نفر در این حالت قرار دارد. برادران عزیز، تو میگویی ایگنور، از بجای این تو وینیمانی بیته برای من شما مبارزان امروز یک عصا رو آورده به جای رهبر راست مانند، یک عصا رو آورده به جای رهبر راست مانند. ما او زنده است، سلامت است، صدا دارد، آواز دارد، فرمان داده ایستاده است، کار رفته ایستاده است که باید کار کنیم. قصه حضرت سلیمان دیوها رو به یاد دارید. چندین سال مرده حضرت سلیمان دیوها رو اداره کرده بود در ساختمان.
کار نکرده ایستاده است، رئیس این خیلی کرده. دوستان عزیز، همین توف کرده ایستاده، بروی خودتون برگشته ایستاده است. یک چیز رو درک کنید. حالا رئیس مثلا گریم کبیری چوپلوس میگید، هر چیز میگید بگویید. من 46 ساله آدم 26 ساله عمرم در سیاست گذشت. جوانیم هم در همین سیاست گذشت، زندگیم هم در همین سیاست گذشت، شب روزم هم در همین سیاست گذشت. هر چی میخواید بگویید، لیکن به این پخته رسیدم که به این آمده رسیدم که اگر به جای همین رهبر یک عصا رو آورده راست کرده مانم، من توبه او هستم. کار در اینجا پیش می رود. پیروزی با این پیش می بیاید. تو وقتی که از این چیز، از ضعف رهبرت گم میزنی، برادران عزیز، در دل خود تشکیلات، در دل خود سازمان، در دل خود کارخانه، اگر یک رهبر 50% کار رو خودش کرده نتواند، و کار پیش نمی رود. از این میبراید که ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، گرچند که من در ریاستش نیستم، حتی تو همین ریاست خودش سزاوار نداند، طلبگارش هم نیستم. چرا؟ برای اینکه در اونجا یک نفر دو نفر نه، 25 نفر است. اگر خلاصه این شود که شوکت محمد به عضو بودن ریاست عالی پخته رسیده است، یک نفر ضد میبراید، دو نفر ضد میبراید، 3 نفر ضد میبراید، مثلا به این گپ کارت را ببیند، رفتارت را ببیند، جهان بینیت را ببیند، در جمعیت خودت را جای کرده توانستنت را ببیند، حتما من اونجا وارد میشم. لیکن نیستم به خاطر اون که از خودم چنین آدم درک ندادم. حالا دوستانی که میگوید به ما باور نمیکند، ما رو ایگنور میکند، خودتون رفتار همین روزانه هایتون از شما درک میدهد. نام فامیلی شما گفته ایستاده است. شما وقتی که زور میبیاید تمام چیز رو میبرارید در فیسبوک میکارید. درست کار کرده است ریاست که با شما کار نمیکرده است، شما را اطرافش راه نمیداده است و شما شخص سنجیده شده بودید که ریاست چنین خلاصه داشته است که شما باید در اونجا نباشید. چرا؟ برای اینکه از خودتون چنین آدم درک داده ایستادید. مثل یک کودک که علیه مادرش وینمانی طلب کرده اعتراض میکنه، دو چیغه میزند، و تمام همه همسایه‌ها میشنود، بعد همسایه میگه او رحم داری نداری و کودکت بنگر. یعنی یک رهبریت شما به همین حالت آورده رسونده. دیگران بگویند که او و کودکت جنگ کن و داد فریاد شه. فکر نکنید آخر برادران عزیز. میخوای خدمت کنی، پیش از همه پخته برس در جمعیت، در داخل جمعیت 10 بار همین گپ گفتگی هم باز میگویم. شاید از 10 گپت یک گپت یا گذرد یا نگذرد، 9 تاش ایگنور میشه، شاید 10مش هم ایگنور شود. تو آمدی به جمعیت همین رو دیده و دانسته آمدی. لیکن وقتی که تو به این پخته نرسیدی که تو یک کمبودی جمعیت رو پر میکنی، اما شاید یگان فکرهای تو نسبت دیگر رو پخته تر نباشه. و سیاست امروزه جوابگو نباشه. درست است، داد میگوی، فریاد میکنه، همه را میتوند داد گفتن، فریاد کردن، هر چیز گفتن مثلا. لیکن سیاست امروزه در شرایط همیشه به نور روزه
خیلی نزاکت‌های زیاد دارد، رعایت نزاکت‌ها رو طلب میکند و هر یک قدم رو دیده و دونسته ماندن رو طلب میکند. آگاهی سیاسی، آگاهی حقوقی، نه فقط گپدان بودن. در بین ما برادرانی هستند که 4-5 زبان رو میدونن. در دانشگاه‌های بین المللی درس گفتگی هستند. ده‌ها، صد، هزارها شاگرد دارند در سطح بین الملل. یک وظیفه در گردنشون است، اجرا میکنن، میبیان گزارش میدن. نه نامشون میدونیم، مثلا که مردم میدوند، نه نشونشون. حتی اگر هم صحبت کرده باشن درباره کارشون، من این خیلی کار کرده شدم، آی مردم من کار کرده شدم، این خیلی داد نزدن یگان بار. داد نزدم. حالا خیلی دوستان میخواهند که بعضی چیزها رو ناچیز دیده ببینن یا نادیده بگیرن. برادران عزیز، ما در سطح مهاجرت قرار داریم. حالا ببینید خودتون، ببینید منی زار شده و اهمیت زار شده، من ایگنور کرد، گفته داد فریادتون برآمده ایستاده است. اگه شما تصور کنید که کسایی که مثلا نه شب میگون نه روز میگون، مثلا در همین کار هستند و کسی من تو رو دیده شدم، تو مبارزه برده ایستادی، تو کار کرده ایستادی، تشکر نمیگوید. هیچ کس نمیبیند بیچاره ها رو. یگان دلبرداری وجود ندارد به اونها. یگان بار این خیلی شکایت نکردن. همه همین مثلا گریم 13 نفر رهبریتی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که در زندان هستند، کمیسریت حقوق بشری سازمان ملل متحد که آنها رو سفید کرد و بدون قید شرط آزاد کردنشون رو طلب کرد. از کجا همین خیلی فقط هم تو برآمد و گپ زد می؟ چندین برادرها شب و روز حقوقی کار کردگی هستند. باید طرز حقوقی کار کنی که آگاهی حقوقیت به طلبات بین المللی جوابگو باشد. زبانشون رو دونی، زبان حقوقی رو بدونی، زبان سیاسی رو بدونی، زبان دیپلماتی رو بدونی، ثابت کرده بتونی که آنها بیگناه هم. کاری آسان است مگر؟ عارضه نیست این. پرونده یک نفر باید 50 صفحه باشد، 100 صفحه باشد، 150 صفحه باشد. هر یک جمله به دلیل طلب میکند. به هر یک جمله دلیل طلب میکند. گرفتن پناهندگی که نزدیک اگر خطا نکنم از 5000 زیاد است در اروپا، شاید 10,000 باشد. هم تو از عثمان پناهندگی نگرفتن. وقتی من اومدم در اینترویو، در مصاحبه هم با مفتش گپ زدن خواستم، گفت که نه، من برداشت ورق رو، من همین قدر غابسی هست، همه این معلوماتی تو میگفتگی من دارم. من گفتم از کجا؟ گفت که همین کاری که حزب شما در اینجا اومده حجت‌نگاری کرده است، همش در دست من وجود دارد. در کدام سازمان مراجعت کردید، در کجا برآمد کردید، چی گفته شنیدید، در کدام رسانه ها چی معلومات است، در من همش هست. من فقط خودت میپرسم، دیگر روی گپ نزن، همه معلومات در من هست. فقط تو کی خودت در همین باره گپ میزنی، در دیگر باره نه. کی شناس کرد هم در اون باره. یعنی تا من اومدن به اروپا، چیزی که من باید مثلا ساعت ها باید گپ زنم بود، الکی آماده در دست مفتش است. این خدمت های کی است؟
این خدمت‌های نفرانی که ما نه نامشون رو میدونیم نه نشانه‌شون رو میدونیم نه اونها برآمده اوی من کار کرده ایستادم گفته داد نزدم. درست مثلا همین رسانه برادران عزیز این همین کار نیست. منم میبینید درست، لیکن برادران عزیز همین یک شاخه کوچکترین کار است. در رسانه گپ زدن نوشتن همین کارا یک شاخه کوچکترین کار است. درست کار است، کار نیست، نه کار است. اینا هم خیلی مهنت میخواهد، خیلی غیرت میخواهد، خیلی شجاعت میخواهد. همه ضربه به سرت میبیاید چونکه حکومت تو رو میبیند، رقیب دشمن فقط تو رو میبیند دیگران رو نمیبیند. تمام ضربه به دادرت، به خواهرت، به مادرت، به اهل اولادت به تو میبیاید. درست است، لیکن این همه فعالیت نیست دوستان عزیز. یک شاخه کوچکترین فعالیت است. درست است، من در رسانه مرا مردم دیدنش، مقامداران دیدنش، امنیت ها دیدنش خیلی ضرر کردم. برادرم زندانی شد، پیش تبارم به قتیم گم نمیزند، همش سربگیری شدگی است، خانه درش محکم کرده. چندین خیش و خیش بچه هم مثلا گریم در پایگرد قرار گرفتگی هستند. چندین نفرش برده میلیون های روبل روسی پولش گرفتن. درست، حالا برادرانی که در رسانه کار میکنند این خیلی مشکل دارن، حقانی قبول دارم، لیکن این همه کار نیست. یک شاخه کوچکی کار است. با این شاخه کوچکی کار ما نباید دیگه همه کارها رو نادیده بگیریم، نشان بدهیم که هیچ کس کار نکرده شده است. همه چیز آخرینی که من میگم برادران عزیز، مبارزه امروزه ایلاج گزارش دادن ندارد. میفهمید امیر رو؟ ما رو درک کنید. ایلاجی گزارش دادن ندارد. ما گزارش دادیم، یعنی گفتیم اینجا اومده یک سنساس کردیم، خیب کردیم، گفتیم که این کار کرده ایستادیم، اون کار کرده ایستادیم، اون چیز کرده ایستادیم. مثلا گریم سودی گاگه 4 سال برادر کار کردن، فقط بعد از رفتنش بعد از ادوکات پرس ریلیزش رسانه‌ای کردن سونی اعلان شد. توی 4 سال فقط مردم شب و روز کار میکردن. سیاست امروزه، مبارزه امروزه ایلاج گزارش دادن ندارد. مردم برادران معلومات میخواهید ببینید که مبارزه رفته ایستاده است و شما از اون بیخبرید و خبردار شده میخواهید. اول پیش از همه از شما یک التماس دارم، از خودتون همین آدم درک دهید که مرد هم جانتون بلد بیاد هم در دستتون آتش اندازم هم شما افشاگر نمیشوید. شما افشاگری جلسه های داخلی نمیشوید. شما وقتی که از خود این آدم درک میدید مرد هم به شما معلومات نمیرسه، مرد هم از مبارزه با خبر نمیشوید که چی گپ رفته ایستاده است در مبارزه. برای همین یک کمتر از خودتون جوانمرد درک دهید، یک آدمی امانتدار درک دهید، نه اون کسی که همه گپش در فیسبوک است. همین مبارزه برادران عزیز بعضی حالت می شود که از تمام دنیا دلت میماند. ضربه خورده میبیایی، ضربه خورده میبیایی، ضربه خورده میبیایی. از تمام دنیا دلت میماند. من هر یک شما رو درک میکنم برادران عزیز. جانم فدایتون، جانم فدایتون دوستان عزیز، برادران خندان، جانم فدایتون. این مبارزه چیزی نیست که مثلا گریم پلشاتکش فیسبوک باشه. خصوصا مبارزه های ما جایی که ایستاده ایم و دشمنی که داریم،
در یک زمان الکترونی عادی‌ترین قدم موندگیت به بعضی الکترونی میافتد. یک آدمی که داروی اینفورماسیون است، داروی معلومات های مبارزه است، میگیرند میبرندش. چند برنامه، چند پلان، چند استراتژی باید شاید 3 سال، 4 سال، 5 سال ریختگی باشی، برباد فلک میشود. باید از نو استراتژی معین کنی. چند باره میخیر شدگی است. میدونید این حکومت گفتی استاد امنیت دارد، وزارت دفاع دارد، وزارت کارهای داخلی دارد، چند با انگشتشمار موها نمیدونستگی، اعلان نکردگی، غیر رسمی چند نهادهای دیگر دارد. در تگی بینیمان است. شتاتنی، وینشتاتنی. در همین حالت مثلا گریم چیکار کرده ایستاده است، گزارش نمیدهد، به من گپ نمیزند، مرا ایگنور میکند. همین حالت حالت گله و شکایت است. نه دوستان عزیز، به انصاف به جانم فدایتان. اول خود رو بسنجید که در داخل جمعیت شاید 3 سال 4 سال کار میکنید، 5 سال کار میکنید و یک تا گپتون نمیگذارد شاید. لیکن شما آدرستون اینها، روزگی اینها نه. شخصا برادران عزیز، آدرسی کاری من یا که فعالیت من نه کبیری است، نه شانه ایم است، نه بابا جان قیم زاده است، نه ایشون عبدالستار، نه استاد محمد سعید رضایی. آدرسی کاری من جای دیگر است. فقط میخواهم او ببیند، فقط میخواهم او بداند. اینها میدونند نمیدونند. ریشم سفید شد، سرم کال شد، تاکی 50 رفتم. ندوند آدرسی کاری من دیگه چوست. بعد من چیکار کردنم در کروزی؟ در جای خود بمونیم، با خود بمونیم. اول پیش از اون که از دیگران نسبت خودمون بها طلب کنیم و خودمون وینمان طلب کنیم، اول خودمون رو بسنجیم که در جمعیت، در داخل جمعیت چقدر ما طاقت کرده میتوانیم. گپمون نگذشت، ایدهمون نگذشت، کارمون قبول نشد، زده گفته پیش میریم یا میپرتویم میریم و من ایگنور کرد گفته میگردیم. گله و شکایت کرده. یا که مثلا گریم همه کار در همون سیستمی کاری خودمون میگنجونیم، همه کار انا همون کار گفته، انا من اینا کرده ایستادم، هیچ کس کار نکرده ایستاده است، گفته داد فریاد زده میگردیم. نید برادران عزیز، این مسائل یکم در درک کردن دکار. من اینجا جگرم کباب هیچ گفته نمیتونم همه گپه. جای گپ نیست اینجا. در یک جا نشسته بودیم، یک بزرگوار موسفید نوم یک برادر همسنگرم رو گرفته که از کار فعالیتش باخبر بودم. به من گفت که همین آدم هیچ کار نمیکنه. یگان کارش دیدی؟ همین گشت از هیچ کار نمیکنه در یک آدم. دوک پدرست آدم. بعد من گفتم که نامشونه گرفته، گفتم که همین آدمی گپ زده ایستادگی تونه اگر چیکار کرده ایستاده است، یک تنیمتش بفهمد ایزورش تر میکند. همون آدمی نام گرفته ایستادگیتون جیم گشت است، خاک سارانه کلش خم گشت است، به نظری ما هیچ کار نکرده ایستاده است. اگر یک تنیمتش فهمد ایزورش تر میکند. فهمیده ایستاده؟ یا بیدو گیرید گپ در گجای کار در گجا.
سلامت سربلند و پیروز باشید دوستان عزیز. اگر به نفسانیت یکی از شما رسیده باشم عذر میخواهم. در عرفه های عید قرار داریم. در ما را عید کوفته ایستاده است. بزرگترین عید مسلمانان، عید قربان. یک و یک شما را تبریک میگویم و از خداوند کریم منان طلب دارم که به خاطر همین عید قربان نفس های خود را قربان کنیم، همون عزت نفس خود را قربان کنیم. بیاییم برادر شویم، آغوش هم بگیریم. امروز روزی آغوش هم گرفتن است، در پهلوی هم بودن است، کتف به کتف هم بودن است و پیش رفتن است. باور کنید دوستان عزیز، من در آخر این تونل روشنی میبینم انشاءالله. است روشنی به سوی آن حرکت کرده ایستادیم و انشاءالله رفته میرسیم. و این مبارزه انا همین خیل نگرانی ها دارد. یکی که شما را درک میکنم من که هر یک کس هرچی بر وقت برفتن میخواهد. من هم میخواهم برادران عزیز، خواهران گرامی، هر یکمون زودتر رفتن. بیایید با هم برای زودتر رفتن دست هم بگیریم. از پی نباشیم که اینجا چی گپ رفته ایستاده است، اینجا چی کار شده ایستاده است. وقت این نیست. باور کنید وقت این نیست. همین چیها سیرهای استراتژی مبارزه مثل یک لخچه در دست است. مثل یک لخچه در دست سوزونده ایستاده است، لیکن در داخلی سقیم، در داخلی مشت کشایی افشا می شود. پوشیده داری، دست رو می سوزوند، همه جا هجومت دارد. چیکار کرده ایستادی، هیچ کار نداری. خیلی نیست دوستان عزیز. انشالله امیدوارم که این برنامه ما ادامه میکند و حتما باز هم زود و میخوریم و انشالله که در برنامه های دیگر دوستان دیگر آمادگی سخن کردن میکنند، آمادگی برآمد کردن، آمادگی به سوال مردم جواب دادن میکنند و دیگر برادران را هم حتما دعوت میکنیم. هر کی داوطلب است این میدان از اوست. سلامت و سربلند پیروز باشید. با شما بودم شوکت محمد.